من سلام و درود عرض کنم نیندوک مردمان انچوش که وحشت گوشه شما را که دیوان بحر زورگه و می گپ ترانان گوش داره و ما هم شمی نظر و فکر هم اش کنه مرچگین مهمان می واجه سعید تاجداری ہیں. سعید نوکین ورنایان ہیں که در آتوا سوسیال میدیا کار کنن و کاری کتک معمولا پخکین ورنایان در یه زمینه تجربهش هستیم. سعید دارای مدرک کاردانی در ابزار کامپیوتر و در حال حاضر در حال تحصیل و دوره کارآموزی در رابطه با سیستم اینتگریشنی گویند که بین سیستم های مختلف ارتباط برقرار کنند. بعد سعید هم تعلق سیاسی هم حزب مردم باسک و جز اعضای شورای مرکزی حزب. من سعید وحشت گوشم ولی پیش که واجه سعید وقتی گپ و ترانه شروع بکنتن من یک کمشان کردن در رابطه با رسانه ها، بچه که به نظر من ضروری هست که ما یکم که برگردیم بشارن که مشمه رسانه ها چی بودگن و کجا احتر هستگن. ما شما یاد رنچ انگلا و معمولا زمانی که جب آزادت هر حزب سازمانی فقط یک ارگانی هست. ارگان منظور هم یک نشریه هست که وقتی فکر و خیال و نظراتی تا همه نشریه نوشتن تو پخش شدن هوادار اعضای دیگه مردم همه نشریانش مطالعه بودن تو واندندش. نشریات مختلف یک معمولا پخش احزاب هستند چه احزاب چپ و راست و غیره. ولی رند چشین که یک دو سال اول انقلاب که آزادت یه نشریه منتشر بودن، رند که به قول معروف جب خفگان بود، بازین گرگ و زندان و اعدام بودند و بازین هم چه ملکا در بودند. پدا هم شان که چه ملکا در بودند کار رسانه‌ایش بتیش ادامه داد. دنچه ایرانا احزاب مختلف معمولا پدا هم بتی نشریاتش انتشار دادن تا جایی که برگردی به بلوچستان. مثلا بلوچستان رای زرنبش که نشریه ارگانی بلوچستان است، تا مدتها بلوچستان معمولا دنایه. پدا هم پناهندانی که معمولا اروپا هستند انجمن فرهنگی تشکیل داد و انجمنان فرهنگی هم به همه شکلی و تی نشریهش هم هستند. از جمله مثلا انجمن فرهنگی نروژ میارش هستند یا نشریهش میار منتشر کو. انجمن فرهنگی سوئد نشریه باهورتش داد و شان تا مدت ها معمولا می اطلاعات رسانه در واقع همه نشریات بودن. احزاب هم به همین شکل نشریهش داده. ولی بعد تا مدتی معمولا وبسایت ها هستن که وبسایت ها معمولا فعال بودن. تقریبا تمام احزاب به جای نشریه وبسایت ها مراجعش کو و وقتی فکر و خیال و کارا رسانی به وبسایت ها منتقل کو. تا مدت وبسایت ها دیگه ما رفتن، ولی بعد از وبسایت ها دوباره وبلاگ‌ها هستن که وبلاگ‌ها پدا هم یک سهمی بسزایی هست در اطلاع رسانه‌ای. وبلاگ‌های معروف بلوچی، البته وبسایت ها معروف بلوچی اول باید باشن که بلوچ 2000 معمولا بازین یادم بازین هم نزانت بلوچ 2000 که باید دوشکیت کنترلیکو سایت استمانت انگام هستیم. سرباز.com که در اتوا سازی مل فعالت و شما معمولا وبسایت های برای نمونه من مثال آرگم. رنچ وبسایت ها معمولا وبلاگان هستند. وبلاگان معمولا کار رسانه‌ای خوب است که هر فردی تان یک وبلاگی پاوت اد بکن تو و تیپ کروکیال و فعالیتان تو وبلاگان شروع بکنید و شین باز راحت‌تر چه وبسایت و چه وبسایت کاری مشکلی وبلاگ
کار راحتی است و وبلاگان تا مدت ادامهش پیدا کنه، از جمله وبلاگ نویسان معروف به وبلاگ پهره است، وبلاگ یعقوب مرنهاد است و همچنین سخیریگی هم وبلاگ نویسی است که یک کامنت زیر آیه تایی وبلاگ نویسه بوده 20 سال زندانی در همچنین یعقوب مرنهاد اولین شهید وبلاگ نویسه. وبلاگ پهره هم بعد از مدت ها فعالیت و بعد حق بود دست اطلاعات کپ و چه دست واجه خسرو مولوی هم گرگ بود. بعد از وبلاگ ها ما وارد مرحله جدیدی بودیم، یعنی مرحله سوشیال میدیا هستیم. سوشیال میدیا در واقع یک کاری باز راحت‌تر کنه، بچه که هر یک فردی تان چندین اکانتی در سوشیال میدیای مختلف بوده و یک کار سخت مشکل بوده با سیستم و نظامانی که دیکتاتورند که گو سوشیال میدیا مبارزه بکنند و تقریبا تمامی اطلاعات مروچی به سوشیال میدیا منتقل بوده و مروچی که این شبکه می بحث تران در واقع در رابطه با سوشیال میدیا که چی ارزش و اهمیت ما بسمجیم، پچه که آدیگا بخشان تقریبا بازنشست بوده که از لحاظ رسانه‌ای تقریبا در حال بازنشست بیگند. سوشیال میدیا در واقع قسمتی که کاری راحت و آسان کنه. معمولا کسانی که بالای 50 سال سنش هستن باز آشنایش با سوشیال میدیا نیستن، گشتر گو همه رسانه‌های قدیمی آشنایش هستن و امیدواریم که ما هم گشتر آشنایی پیدا کنیم با سوشیال میدیا. وجه سید من ترا گشتر محترم نکردم، ما تیگن و ما تیگ گپ ترانه گشتاریم. بفرمایید. سلامت به واجه محمد، درود و درهبات گوشم درستی دیوانی بانک و واجان و هنچوش که کسانی که رنده یه ویدیو که ضبط بیچارن کیو گنده امیدن که دائما دراه و سلامت باتا. هنچوش واجه محمد هم در این تو ادا گوشتی این شپگی بونگپی که هستی ادا در مورد اهمیت سوشیال میدیای و سازماندهی و شکل آیا ما چطور که بتونی پاتی فعالیتانی که هستن تا چه اجتماعی بند چه سیاسی بند یا هر نحوی دیگری که ما بلوتن آیان چطور که کارمرز بکنن و استفاده بکنن. البته پیسر چه شکل مایی گفتا کلن بونگیج بکنه شرین که این شپگی دیوانا ما شما یه گپوترانی که ادا بانتن گو همدگر ما شما را دیالوگی ببی پرچه که یه بحثی که منی حیالا درایی سنگتان و واجهان و بانکانی که ادا هستن شیه زانند هنو ما شما پاکان دیگه شو ما تقریبا گشک بی روزانه دستگردیم و یک بحری چمشم روزمره کاران بوده و زندگی بوده و ما عملا نتونیم چشم جدا ببینیم. ولی خب مواد در کل مردم که سخنوری بکنن و باز خبر و این چیزا و شرین که ما شما باید بتونیم که هم دیگه در دیالوگی ببی و هر جا هر سنگتی هم یک موضوع یا یک بحث یا دیتی که زانت و تو بگشی و حتما آیه مطرح بکن تو مشمده دیما برنی و من باز بشال بون. پیسر چه هر چیز منیلا مهم ایشین که ما اصلا بزانیم که سوشیال میدیا چیه یا همه شبکه اجتماعی یا رسانه اجتماعی. که البته نامی که فارسی زبان کارمرز کنه هنو آنگو گشته باشن فضای مجازی و من نظرشی اشتباهی چیزی دیگه فضای مجازی نه شی تقریبا به شکل یه چیز دیگه جز واقعیاتی یعنی یه چیزی که هستی و وجودی ها و یک بحری چه مشمه زندگی ها بوده همچون که من گوشت باشی نام فضای مجازی هلگ نبیتیم و شرین که شی معنی هم مشما به همه دابی که هستن تو وقتی چینی به نظر من استفاده بکنه یه دابا بهتر بی. ولی در کل سوشیال میدیا کلن
هر وبسایتی یا اپلیکیشنی که طراحی بوده که آیا یک فردا امکان دارد که یک مطالب یا آیا سریع به موقع و به گونه که اصلا مؤثر بتون شنگش بکن، اطلاع رسانی بکن و چاهای استفاده بکنش یا بشنطن سوشیال میدیا این تو تونه چاهای به عناوین مختلفی استفاده بکنه که من گوشت. حالا قدیما سوشیال میدیا بلکه به نوع دیگر بود تا هم چاهای محمد گوشت به صورت حتی همه مجله، روزنامه، خبرنامه یا هر دابی که دیگر بود آیا هم تقریبا و شکل تقریبا حتما جز سوشیال میدیا محسوب بود ولی خب هنو دیگه سوشیال میدیا به صورت مدرنه و ایشان چیزانی که هستن تو هنو خب بر اساس تکنولوژی و علمی که یادکه و مخصوصا تحولاتی که دنیای اینترنت دوکا بوده یه چیزان باعث بودن که هر روز پیشرفت بکنن تو گشتر ببند و ما شما هر روز هم گندگیم که شان گشتر مشمه کارای روزمره توکا بیزنسی توکا هر چیز توکا گشته دخیل و اگر مخصوصا هنو که دیگه شما یه نادراهی و کرونایی که یاد دیگه گشتر متوجه بوده که نه انسان واقعا گشتر وابسته بوده به سوشیال میدیا تماما هوم آفیس کنن کار آنلاین بوده و کسانی هم که حتی پیسه را نلوته تگه یا حبش نبوده که به صورت آنلاین کار بکنه یا سوشیال میدیای تو که فعال ببند تو وقتی حرفه و چیزی که هستین ادادی ما ببرندی هنو به هر طریقی تقریبا گوشک بیتن که یه پروسه و یه تکنولوژی تو که مجبور بودن هور ببند نو ایشی تقریبا گوشک بیتن که یک تعریفی چه سوشیال میدیای که هستین هنو به صورت ساده البته خب مردم تونش یه بازگشت پچ بکن و بوگشی اما خب مشمه وحد ممکنه اینچو مبید که ما بلوتن فقط یه سوشیال میدیایی که چی این تو چطور کانی گشته گپ بکنیم ولی خب مشمه بونگپ همچوش این که اهمیت یه سوشیال میدیا و سازماندهی یا یه گپ بزان این که چطور کار بکنیم خب کوتاه شما باشین که اصلا اهمیت سوشیال میدیا یه مرچگی دنیای تو که میشه میگه چیگی و ایدا چطور که تونه اصلا ایشی بچاره که بچه اساس اهمیتی هست ایشی باره ما تونه این فقط کم و کوتاه یه رسانه های اجتماعی که هستن بچاره نه مثل چو سابقا فیسبوک اینستاگرام توییتر یوتیوب تایملاین صدها دیگه سافتور هستن که دنیای تو که چه تعدادی مردم ها چه آیان به صورت روزانه یعنی شخصی استفادهش کنن یا کاری استفادهش کنن اشان دنیای تو که هنو کارمرز بایگن به طور مثال اگر بگوشن فقط توییتر تو که تقریبا بگوشن به 320 میلیون کاربری هستن تو آیا استفاده کنن و شی هر روز هم گشتر بایگن و ممکنه هم هنو کمش مده گفت کنن که این عدد و ارقامشان تغییر بکنن تو گشتر بیان بند ولی خب کمتر نبند چون همیشه مردم احساس نیاز کنن نوتی مردم یتن تو آنها را حوض بند و اینستاگرام تو که یک بحری چه کمپانی فیسبوک آن که فیسبوکشی زورتک حدود 800 میلیون کاربر اینستاگرام تو که فعالی و ایشی که فیسبوک وقتی جنده اگر ما شما بچاریم فیسبوک تقریبا مسترین شبکه اجتماعی در حال حاضر دیگه ایشی حدود 2 میلیارد کاربر چایی به صورت ماهانه استفاده کنن یعنی تقریبا یک چیز چند برابری چه توییتر ها و تقریبا شاید 2.5 برابر چه اینستاگرام ها ولی خب ایشی به صورت ماهانه 2 میلیارد کاربری عدد زمانی مردمی واسه محسوس بید و آیا احساس کنند که بزن جمعیت کل دنیا تقریبا 8 میلیارد نفریم 7 میلیارد و 800 میلیون نفریم شما حساب بکنید ماهی تو که 2 میلیارد نفر فقط
فیسبوک تو که یه چیز کارمرز کن تو استفاده کن. پس چی نشان دن که یه اهمیت های سوشیال میدیایی که مردمان به هر طریقی آنگو هستن تو حضورش ها آیه کارمرز کنگن، چه به صورت شخصی ببی، چه به صورت کاری ببی یا هر موضوعات دیگری. بچه که هنوگی شرایط اشان هنچوش کوتاگن سوشیال میدیا که فقط یعنی به صورت استفاده شخصی مبن بازین دنیای تو که چه آیا اصلا منبع درآمده هست، یعنی یه درآمد فقط مختص خود کمپانی فیسبوک نبی، افرادی هم که آنگو هستند و آیا استفاده کنگن چه آیا درآمد کسب کنن و همین چیز باید بوده که فیسبوک یک چه مستری و پرکاربردترین سوشیال میدیانی ببی که تا هنوگاه هستی و قدرتی هم تقریبا شاید به نسبت به یه دیگه سوشیال میدیا هم بازگشترین. حالا اشیا ما دیگه ما پدا بحث کنیم که چطور کار بودتگم، چه که یه رسانه دیگه ادغام بودتگم می زندگی تو که و آیا هم برساس نیازانی که ما را هسته همیشه و تا را گسترش دیم که بتونه گشتر کاربر جذب کنه. ایشی طبعا اما اهمیتی که هستن تو تا انوگه به صورت خلاصه ای که بودتگت من توضیح داد، ولی خب اصلا ما بچاره مزایای چیه شون چه مزیتی هستن که مردم اصلا یا اگر سوشیال میدیا یا رسانه‌های اجتماعی یا شبکه اجتماعی استفاده کنگن حتما یک چیزی واسه هستنه، یعنی ما واسه را نرایشون استفاده نکنه در هر دنیای تو که هر چیزی تکنولوژی تو که یاد که تقریبا شکل که یک کاری چه میگه راحت تری کتا یا یک مزیتی ما رو داده که ما بیای آینه مگا و آیه کارمرز رو کنیم. یکی چه بهترین چیزانی که سوشیال میدیا رسانه اجتماعی ها که داتا و مردمان گشتر رای استفاده کنگن تو هر روز هم گشتر بم شین که یک جامعه جهانی بدون مرزی تشکیل ده در یه سوشیال میدیا تو که در سوشیال میدیا تو که ما را دیگه چیزی به عنوان مرز نیه، چیزی به عنوان تایم نیه که ادا شپنت یا آنگو روچنت یا مسافت دورند یا ما حتی هم دیگه زبان فهمه یا نفهمه، نه این چیز کامل چسکنک بودتگم و ایشی یکی چه مستری مزیتان این که هنو سوشیال میدیا هر روز گشتر بیگن تو کسانی هم که آیا استفاده کنگن چه آیا گشتر با ایشی که ارتباط گیری سریع دنیای تو که تو کمتر از یعنی چند ثانیه تو تونه ارتباط بگیره درستین دورترین نقاطی که هستین دنیای تو که بدون شرکتی وقتی تلف ببی، بدون شرکت هزینه بازی تر ببیده تو راحت تونه ارتباط برقرار بکنه. اخبار مطلع بوگ ماشما حساب بکنه پیسر چشیه که اصلا دنیای اینترنت فعال ببی اخبار چیزی که بودتگن سک دیر مردمان دست سر هستگن. مردم اگر قرار تا یک چیز یا با خبر ببن اگر آوردن رسانه‌ای مثل تلویزیون یا رادیو بوده آیا هم آدابا سریع بروز نبوده، مردم همه لحظه اتفاقی که کپیتن با خبر ببیده. ولی خب انو گو سوشیال میدیایی که هسته مردم راحت تونن که همه لحظه اتفاقی کپیتن شاید به چند دقیقه هم مرسی تو دیگه قسمتش دنیای و آیا بیای با خبر بده و در مورد آیی اصلا نظر بده بچاره چی بوده چطور کا بوده تجزیه تحلیلی بکنه. و یکی چه چیزان دیگری که من نظر سک مهمه سوشیال میدیا و ایشی باعث بوده که گشتر هم استفاده کنک ببیته جدا از آشی که جامعه جهانی بدون مرز کتگ و ارتباط گیری سریع بوده ایشی این که خارج بوده کنترل نسبی چه حکومتانه دیگه کنترل مستقیم و همیشگی نیست. کنترل مستقیم ماشماشیتونی برای اساس حساب بکنین رسانه‌ای مثل تلویزیون بوده، رادیو بوده، روزنامه بوده، یه دیگه چیزانی که بوده اشان تقریبا گوشک بیتن که رسانه
حکومتان دستا بودتگن و آیان تعیین کتا که یه تلویزیون یه خبر چطور پخش کنک ببید، چطور گشک ببیدتیم، بر چه اساس آنگو بیننده ای واسه شردهک ببیدتیم. چیزی که آیان لوٹتا همه چیز تقریبا گشک بیدتیم که وقتی مردمان گشتگه. و سوشال میدیا دقیقا یه مرز پروشتگن دیگه. چیزی که حکومت ممکنه بلوتیدتیم تو بوگشیدتیم آداب نه. ادا دیگه طرفی مقابلی که نشته یک شخصی مثل موتی اخبار را گوشگی و من دقیقا همه چیزا گندن و هشکنو. ایشی هم یکی چه علتانی این که سوشیال میدیا هر روز دیماتر رو بگین تو پیشرفت کنگیم شین که دیگه حکومتان آدابا نتونه. البته ایشی بر اساس نه که ما بگوشیم که کلن چه دسترس کنترل حکومتان خارجی نه. ایشی هم من توضیح دادم که چطور کا بودتگ و چی کنگم، ولی خب به صورت نسبی تقریبا آین دسته نه. یعنی ادا مردم ها هم اجازه خبر کنگ و گوشگ و وقتی نظر و یه چیزا هستیم. یعنی شی که تو بیای مخصوصا کشورانی که دیکتاتورن ولی خب نتونه، یعنی عملا نبید چه دنیای اینترنت و تا در بکنه تو آنگو یا بدون شی که مشکلی، یعنی بدون سانسور کنگ ببیتون تو یا نظرات شخصی رسانه اجتماعی یا گوشه. ولی خب ایشیا تو دیگه نتونه 20 سال پیش تو نتونه برای مثلا تلویزیون تو که رادیوی تو که روزنامه تو که کشورانی که هستن دیکتاتوران آنگو برای نظر بوشه. حتی کشورانی هم که وطرا دموکرات و سکولار و بر اساس مردم دولتی که بر اساس مردم هم واقعا تشکیل بود تا آنگو هم تقریبا گوشک بیتن تلویزیونان تو که یک سری قوانین خاصی ها آنگو هم یک سری سانسوران کنه ولی خب رسانه اجتماعی تو که یه دابا نه ادا منی اکانت من راحت تونو چیزی که منی نظری منی ایده منی فکری من بیام بدون مشکل بیانی بکنم و آیا کسی سانسور کت نکنه و کسی من گوش نکنه هنو من ادا پرچی توییتر تو که مثلا یه چیزا نویسم یا یه دیگه سوشیال میدیا تو که من پرچی هم یه خبر کنم. ایشیا یکی چه مزایای کلا مزایایی که شبکه اجتماعی هستن، حالا ممکن صدها مزایای دیگر هم ببینیم بر اساس نیاز و کار و شرایطی که هستن. آیا هم اگر مردم بلوتیتن بوگشی مطمئنا وقت سک باز بارده، ولی خب ما بر اساس چیزی که انشپیگین دیوانی بونگپه مال اشان تقریبا ما آماده کتگم که ما بتونه اشان ادا مطرح بکنیم. ولی خب حالا اصلا کلا تفاوت دیدگاه حکومتانی نسبت به سوشیال میدیا چیه؟ هنو هم خب ما گندگین سوشیال میدیا فراگیر بودتگن و قوانین هر روز هلک بنده. خب چیزی که همیشه بی و یهته خب آیا هم دولتان هم گندن خب اشیا باید یک سری قانون هم ایر بکنه یا اصلا دیدگاهی نسبت به سوشیال میدیا چیه؟ خب ادا اگر ما شما دنیای تو که بچاریم کلا دو دیدگاه متفاوت نسبت به سوشیال میدیا هستیم دنیای تو که بین حکومتانی که سکولارن دموکراتن و حکومتانی که چه مردمان نیمگاه انتخاب کنگ بودتگن حالا کشورها اروپایی تو آمریکایی و هر جای دیگری که یه قوانین و دیگه هستن تو رعایت کنگن. و دوم میشی که کشورانی که دیکتاتورن، کشورهای دیکتاتورها هم یک دیدگاه خاصی هستن که هم شما تقریبا زانید، مثل کشورانی که کره شمالی ها مردمتون مثال بجام، ایران مردمتون مثال بجام، چینا مردمتون مثال بجام، روسیه مردمتون مثال بجام. البته اشیا هم بزانه ممکنه بازی لحظن کم مزانه که چین یکی چه مصری فیلتر کننده هنه، یعنی فیلتر گشترین فیلترینگ چین انجام ده. روسیه هم همچوشی، روسیه هم باز فیلتر کنن تو تقریبا تو جایی که بتونه لوتن سوشیال میدیا و تی دست تو که بگیره. و ایران هم تکنولوژی فیلترینگ و یه چیزانی که هستن چه کشورهایی مثل چین و روسیه جای دیگری هم تو انتگی یه گفتگن و همیشه هم دیکتاتوران دنبال اشیان که اولا کلن
تقریبا گوشک بی وقتی اولی زورا جننتن که سوشیال میدیانی که هستن آیا فیلتر بکنن، آن ارسالانی که استفاده بگن آیا فیلتر بکنن، آیا دیما بگیرن. اگر به هر دلیلی دیده که نتونه و یه چیزا چیه مکنن ایشی که دنبال ایشی بان که تطمیع بکنن شرکتانی که هستن. البته خب انو گشتر یه دا با استفاده کنگن که بتونن چه شرکتان یک سری اطلاعات هم بگیرن یا شرکتان مجبور بکنن که اطلاعات آین دسته بدهیم. اگر یه چیز موفق مبنتن گورا فیلتر کنن. به طور مثال ایران اتفاقاتی که سال 96 هم کفتگد 97 هم کفتگد تلگرامی فیلتر کو. تلگرام باز فشاری یار پشت پرده که آقا تو اطلاعات ما رو بده یا تو اصلا یک مدتی هم جنجال اشیاد که تو اصلا یک باری سروری که ایرانی کار برای استفاده کنه با داخل ایران خواهن تحت هیچ شرایطی یه چیز حاضر نهتن قبول بکنه که آخر فیلتر کتن و تقریبا گوشک بیتن که گشترین درصد رسانه‌هایی که کاربردی هم در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی ایران تو که فیلتر هم از جمله توییتر، فیسبوک، یوتیوب اور اشان کاملا فیلتر هم و اینستاگرام هم که حالا مردم هیچ نزان که تا کدیگه تا جایی که من اشتغل باشه هم 2 هفته دیگه فیلتر کنم. تلگرام هم سال 96 فیلتر کو. شان چیزانی که آیا زاند اشان ممکنه تأثیر گذار ببنده در فعالیت و چیزانی که مردم ها کنگن مخصوصا در زمینه اطلاع رسانی. و خب هیچ کشور دیکتاتوری نلوتی که اطلاعات و چیزان و ظلم جنایتی که مردمان سر آیان کنگی آیان پرملا ببنده. یکی چه علتانی که ایشی بوده که شان گشتر دنبالش که محدود بکنه سوشیال میدیا یا همین علت بوده. نو البته خب کشوران مثل کشور اروپایی هم که هسته هنو یک سری قوانین هشته تقریبا گوشک بی تا سال 2018 یا ولی خب اشا یه قوانین به نفع مردم هشتگن. کشور اروپایی تقریبا گوشک بی جز اولی کشورانی هستن که یه قانون هشتن برای امنیت اطلاعات کاربران و شرکتان باز مجبور کردن که شما باید اطلاعات شخصی شهروندانی که هستن اشان محفوظ بداری و اشان نباید به صورت عمومی استفاده بن یا برای یعنی منافع تجاری یا سیاسی یا هر زمینه دیگر یه چیزا اجازهش نداد. فن یه قانون ها هستن کشور اروپایی توکا که یه چیزا محدود بکنن مخصوصا شرکتانی که قوی ترن نسبت به آن و گیشتر اطلاعات آن دسته دیگ بی مثل فیسبوک یا توییتر اشان گیشتر محدود کنن یا گوگل ها. مثلا گوگل چون تقریبا گوشک بی که گیشترین اطلاعات فردی و شخصی هر کاربری که سوشیال میدیای تو که اینترنت استفاده کنه آن دسته هستن و بعضی اطلاعاتی و در همه زمینه کشور اروپایی بازی قانونی هشته که یک سری محدودیتان به کمپانیان بدهند که اطلاعات شخصی کاربران همیشه در اولویت امنیت بلند. نو ایشان تقریبا گوشک بیتن که فعالیتشون اهمیتان و مزایای شبکه‌های اجتماعیت و تفاوت دیدگاهی که هستند بین کشورانی که هستن. چون کشور سکولار همیشه دنبال ایشی هستند که گسترش دهک ببنده یه سوشیال میدیا. چون از نظر آیان سوشیال میدیا هم برای مردم شربی و هم برای دولت شربی، یعنی دو طرف دونن چشیه به نفع اصلا استفاده بکنم. هرچی گشتر آزادی رسانه ببیتن جامعه تو که دولت مردانی که هستن کمتر تونه فساد بکنن، کمتر تونه بر علیه قوانینی که هستن کار بکنن. چون مردم آیان گندن تونه برملای بکنن و ایشی یک مزیتی بوده و آیان یه چیزان تصویب کتگن که ببنده. حالا اصلا کلن بچارن که کلا پر چی
کشور دیکتاتور چه رسانه اجتماعی ترسی ساده ترین چیزی ایشی که جرم و جنایتی که سردمداران یه حکومتای دیکتاتور کننده هنو راحت بازگو به هنو من راحت تونو اگر ملک تو که یک اتفاقی بکپی آیا که من ادا در چه ملکا نشتگم با خبر بگم 30 سال پیش یه چیز نبوده 20 سال پیش هم یه چیز نبوده. حالا شما حساب بکنید که مثلا 40-50 سال پیش زمانی که جمهوری اسلامی یاد که گو بازی مردمی ادا جنگ بوده کشک بوده خب شام ممکنه بازی اتفاقاتی که آواده کفتگن که صحیح نبوده ولی انو نه انو کوچکترین اتفاقی ایران تو که بکپی یا جاندگیری که دنیای تو که هسته دنیا متوجه بی ایشی یک کابوسی بوده برای حکومتای دیکتاتور که ایشی دیما تا جایی که تونم بگیرم مخصوصا ایران دنبال ایشی که بیایید یک سر اینترنت ملی بیاری تو بازی محدودیت هایی در اینترنت تو که بلی فیلتر بکنتن صرف فقط به خاطر ایشی که نلوتی آزادی چیز دنیای ارتباط بدون سانسوری که هسته مردمان ببیته چون ایشی آی واسطه مستری خطری و ایران عملا جمهوری اسلامی یه چیزا متوجه بود که مردمان اگر یه آزادی ببی در سوشیال مدیا یعنی ارتباط دنیای هستیم وقتی ارتباط دنیای ببیته یعنی عملا از هر اتفاقی که دنیای تو که بکپیت با خبر با و هر اتفاقی که ادا بکپی ایران تو که آتونه دنیا برسینا و ایشی آی نلوتی که یه دابا ببیته و اصلا بازی اعتراضاتی هم دنیای تو که نه تنها ایران بازی اعتراضاتی دنیای تو که هنوگی شرایطا که سوشیال میدیا سازماندهی بی رهبری کنگ با و دیما برگ با و اشیا هم مشه انقلاب هم سوشیال میدیا باعث بوده که انقلاب هم ببیته بهار عربی کشور بهار عربی که معروف کشور عربی تو که سال 2010 که تونس بونگیج کنگ بود یکی چه علتان ایشی من یاده همه سالی که یه اتفاق کفتگت فیسبوک تقریبا گوشک بیتن که دیگه در اوج پیشرفت نوکی جا کفتگت و مردم ها استفاده کنگایتا من یک مقاله واند که گشتی که مستری سازماندهی که باعث بوده که یه اتفاقات آنگ سازماندهی کنگ ببند تو بکپیته فیسبوک بوده که فیسبوک تو که کسانی که معترض بوده هم بگیر گما گفتران که طرف سازماندهی کتا که تونتگه یه کارا بکنن ایران تو که سال 88 اعتراضات بگیره سال 96 بگیره سال 98 بگیره انت خب 98 دیگه ایران متوجه بود جمهوری اسلامی که چی باید بکن 97 شون 97 بگیره اشان تمام برنامه ریزی که بودن و تمام یه کارانی که بودن تقریبا گشک بیتن سازماندهی همین سوشیال میدیای تو که کنک بودن ساعتانی که قرار بودن برام اعتراض بکنن و اصلا جنب جوش اعتراضی که سازماندهی کنک بود چه سوشیال میدیای تو که شروع بود و اگه شما دقت بکنی آبان 98 تا دقیقا حکومت چه یه چیزا زانتی که اگر یه سوشیال میدیا هنو ببید و یه اعتراضی که هنو بونگرک بوده و شروع بوده و مردم ها یه کارا کنگم بلوتی سوشیال میدیا هم ادا بداری مردم ها اینترنت ببیدن و هم دیگر ارتباط بکنن هم دنیا سرپد بیچه جنایتی که قرارت بکن و همشی که مردم ها گشتر و هم دیگر متحد بودن تو تکتک و هم هماهنگ بکنن فکر کنم از اینکه چند روز چه دیگه 10 روز چه گشتر کمتر از 2 هفته اینترنت کلن گو دنیا دنا قطع بود ایران تو که هم قطع بود در حدیت که هم اوایل که اینترنت چی بود دیگه کلا بانک ها هم به یعنی سیستم مختل بود دیگه مشکل برآورد دیگه ولی خب آیزان حاضر تمام این چیزان بزرگی یه ضررام بگیندی ولی سوشیال میدیا مردمان دستم مدن
چون آیا دیگه جمهوری اسلامی هم عملا زانته که ایشی در چه حد منی واسه مشکل عده کنتن که اگر هنو مردمان دستا ببیتن ایشی اهمیت سوشیل میدیا پیش دارید که ما چطور که هنوگین شرایط تو که هستیم ایشی استفاده بکنیم. حتی اهمیت سوشیل میدیا کشور دیکتاتور هم متوجه بودن و زانه وقتی که آ چیزی که نتونه ببندن تی وقت هم حداقل چایی استفاده بکنن. هنو تمام سران رژیم ها یه چیز جالبی کشی که مثلا توییتر فیلتر کتا ولی خود شخص خامنه ای اکانت رسمی هستن توییتر تو که و همیشه یه تن گپ تران که چون اهمیت سوشیل میدیا زانه که آنی خبر ادا بازین گندی تو بازین آیه هشکنی و تمام افراد هستن چه مجلس ها گفته بود تا همه بخشدار فرماندار اینگو آنگو هر کسی که هنوگی شرایط تو که هستن توی آگن تقریبا گوشک بیتن که یک اکانتی هستن همین افراد مجلس تو که جاندگی نینده تصویب کنن که همین سوشیل میدیا باید فیلتر کنک ببی یعنی برای عوام باید فیلتر ببی بلا آب با همه فیلتر شکن و اینگو آنگو را یا استفاده کنن ایشان تقریبا گوشک بیتن که تا هنوگه ما یه چیز گوشتن که بزانن که چطور کاین تو اهمیت یه چیز چیه وقتی که ماشی اهمیت تا بزانن گورا من نظرم ما گشتر ترغیب به که چه شرایط و چه جو و چه امکان رایگانی تقریبا گوشک بید که پیشیت که رایگان اینی دیگه با کمترین هزینه ما شما تونه و تو واسه یک رسانه ببین یعنی هر فرد یک رسانه تونه و تو واسه در یه سوشیل میدیای تو که ببیده ولی خب ایشی واسه نیاز به هماهنگی سازماندهی و اصولی استفاده کنگیم ما شما کلن باید یک دانش اولیه چه هر چیزا که بلوت استفاده بکنیم ببیتیم ما شما تونیم بهترین ماشین هم بزرگیم ولی خب وقتی رانندگی مزانین به دردا نوا سوار بین یه جای جنی یا وطا تاپی توری کنه دیگه یکی جنه ماشین دیگه حداقلش که ماشین داغون بی سوشیل میدیا هم همچنین ما رو باید یک کمترین حداقل دانشی ببیت در مورد سوشیل میدیا چطور آیه باید استفاده بکنه پیسر چه هر چیزا مهمترین چیز چه سوشیل میدیا استفاده کنه اصلا وارد دنیای اینترنت بوگاشیم که امنیت اطلاعات و امنیت چیزانی که اطلاعات شخصی که تر هستن دنیای اینترنت تو باید آن بتون حفظ بکنی وگرنه خب مشکل بره هنوگی شرایط تو که هم شما گندگی مثلا هکران هستن که آیا هم یه سیستم به کار برگن که بیاین خب مردمانی اطلاعات شخصی بدوزن آیا سو استفاده بکنن همه اندازه که خب یه تکنولوژی و سوشیل میدیا پیشرفت کنگن بازی مردمی هم یا اگه اشان پد برعلی خود مردم هم ممکنه استفاده بکنند و کنگه هم و اشیا هم بزانید تقریبا گوشک بی مسترین هکران یا معروفترین هکرانی که دیگه کار خرابی کنگن شما را کلا دو نوع هکرانی که خب مفیده چیزانی که مشکلاتی که هستن چیانی که هستن حفرهای امنیتی که هستن آیا درگیجن برطرف کنن ولی یک سری هکران هستن که خب چما حفره و مشکلات امنیتی که هر نرم افزاری یا سوشیل میدیایی تو که هستی آیا بر علیه مردم استفاده کنن یا چون سو استفاده کنن و ایرانی ها یه زمینه تو که باز فعاله روسی ها یه زمینه تو که باز فعاله که استفاده بکنن و خب هکران حکومتی هم هستن که جمهوری اسلامی گم فعالیت کنن و حملات سایبری کنن و همیشه هم مشکل عرض کنن و دنیای تو که ایرانی هکران هم معروف هم بشی که گشت خرابکاری کنن ولی خب ایران هم متوجه بود جمهوری اسلامی هم متوجه بود که خب وقتی که یک
انقلابی که اصلا کلا تکنولوژی تو که بوده، من اگر متون کلا ایدی ما بگرم گروه باید آیا بوتون و چیزی که برای من منفعتی هسته همه دا با استفاده ای بکنم و یه چیزا هم هنو کنگم و خب مسترین چیزی هم گشک بیته هنوگین شرایطی تو که ارتش سایبری که جمهوری اسلامی هستی چندین هزار نفر یا چندین هزار نفر گشک بی و چندین هزار اکانت عبدش کتا و به عنوان یک ارتش سایبری سوشیل میدیا تو که فعاله حالا به نوع جاسوسی گفته یا تخریب گفته یا بازین کاری دیگر که هستن که یه ارتش سایبری تونتن بکنتن اشان استفاده کنه و ما هم تونه با یعنی سازماندهی اوتیگا تقریبا گوشک بیتن که یک ارتش سایبری یاد بکنه، یعنی ارتش سایبری بیت دقیقا همه برنامه و هدفی که ما را هستیم برای فعالیت های سیاسی اجتماعی آیا به نحوه احسن استفاده بکنیم. ولی خب انوگی مبارزاتی که ما را هستند مبارزات مدنیه، ولی خب این مبارزات مدنیه هم ما شما تونی و تی سوشیل میدیای تو که هم استفاده بکنیم. انوگی دنیای تو که راه های مختلفی هستند که ما بتونیم مبارزات مدنی بکنیم. یکی چه آیا و تأثیر گذارترین چه آیا ایشین که ما شما سوشیال میدیای تو که به صورت فعال یک کار انجام بدهیم. ولی خب امنیت اطلاعات سک مهمه. من اتفاقا لوتت پیسر چه یه موضوع امنیت اطلاعاتی باره گپ کنگ بی ولی خب یکشی که موضوع انتخاب بوده و دوشی که مشمه وحدی این چون نه که ما شما امنیت اطلاعات هنو گپ کنگ بی ولی خب تونه یک روچی امنیت اطلاعاتی باره هم گپ بکنیم که چطور که به صورت امن بتون سوشیال میدیای توکا و تی فعالیت ها سیاسی و اجتماعی دی ما ببریم. ایشی یکی چه مهمترین چیزانه پیسا چه هر کاریه باید فضای امن ما را ببیتیم. حالا امنیتیشی که امنیت ارتباطات می برچه اساس ببندن چطور تونه و تی ارتباط امن بکنی و ایشی که چطور و تا را در مقابل حکران کسی که حک کنگی و کسی که لوتی حک بکن و تا چطور محافظت بکنه ایشون چیزا سختی نه. یکی بگوشی که خب ممکنه شما مبندتن یلتیش باره یک رنده ما یک جلسه لایو اینستاگرام تو که هشتگت و شون برای ما کم و بیش گپ کد و امنیت ارتباطات سک مهمه. ما شما باید بزانیم که چطور که ارتباط گیریم برچه اساس ارتباط گیریم پیسر چشه که ما اصلا بیان یک فعالیت سیاسی یا اجتماعی یا سوشیل میدیای تو که انجام بدهیم باید امنیت ارتباطات رو دیگه پکا ببینیم که با چه نرم افزارانی ما استفاده بکنیم با چه سوشیل میدیایی که هست مثلا ادا ممکنه لاین ببی اسکایپ ببی ایمو ببی وایبر ببی تلگرام ببی واتساپ ببی باز این چیزان دیگر هم هستن ولی خب اشان برای فعالیت یا ارتباط گیری جایی که شما زانی حساس ارتباط گیرگ هر چیزی گونه ما شما سعی بکنی ارتباط مگیرین. مثال تو با وایبر یا لاین یا ایمو یا اسکایپ در حد امن نه برای یک ارتباطی که تو زانه که ایشی مهمه و ایشی باید حفظ کنگ ببین. حالا ممکن سنگ تجاوز کنه که خب برای یه چیزا ما چه چیزی تونه استفاده بکنین که امن ببیتین. من نظرم تا هنوگا چیزانی که شرکتانی که وقت هستن تو مدعی که یه چیز امنه یکی سیگنال تقریبا گوشک بیتین نسبت به یه دیگه نرم افزارانی که هسته سوشیل میدیای تو که استفاده کنگ بنده نسبت به یه دیگه را امن ترین و مردم تونتن آیا راحت تر استفاده بکنه. و یکی دیگر هم نرم افزار کنفایده که ایشیا هم مردم تونتن بگوشی که تقریبا امنه. حالا برچه اساس امنه ایشین که رمزنگاری رد و بدل اطلاعات هست این تو اینده
ولی خب ایشی موضوع اگر من بلوتون برام هم گشتم طول کشی باز و واحد گیری و ایشی باره هم مشمتونی برنده گپ بکنه. ولی خب من کوتاه فقط گشاگم امنیت تلفن همراه ها مشما سک باز دقت بکنیم. تلفن همراه باید همیشه مطمئن ببینید گوشی که ما استفاده کنگیم امنه. حالا ما چه کجا زانه که اصلا یه گوشی امنه یا امن نه؟ مهمترین چیزی ایشی که ما همیشه سعی بکنیم که وقتی تلفن همراه یک رمزی بدهیم، کمترین چیزی، یعنی بدون رمز ده اینشه که تی اطلاعات ممکنه هر کسی دسته اگر یک جایی تی تلفن گارد بی یا یکی دیگر دسته بکپی هستی و ایشی که ما شما اصلا کلن چطور کار بکنین که ممکنه یکی دیگر چه حالا به صورت حک بکن یا هر دابی دیگر چه گوشی میگا اطلاعات خارج بکن. چون که همیشه سعی بکنیم و تی نرم افزارا و سیستم عاملی که گوشی هستیم بروز کنک ببین و ایشی هم دقت بکنیم مخصوصا کسانی که ایران تو کنه تا جایی که تونه نرم افزارانی که قرار استفاده بکنیم و آیان گم ارتباط بگیریم و من نظر تمام نرم افزار باید بکنم. ولی خب حداقلش این که نرم افزارانی که ارتباط بگیریم چه خود پلی استورانی که رسمی هم. حالا چه ویندوز چه گوگل چه اپل مستقیم چه آنگو دانلود کنک ببن گوشی سرا نصب کنک ببن چی یا ممکنه تو مثلا هنو ایران تو که هستی مخصوصا البته خب اپل خوشبختانه یه امکان سک کم کتا محدود کتا مگر اینکه تو تی گوشی ها دیگه حک بکنه جیل بریک بکنه تو وقتی جیل بریک کنگه این تو عملا با یه آگاهیش جیل بریک کنگه که من یعنی حالت غفل و محدودیتی که هیلک بوده مخصوصا برای امنیت من پچ کتا و اگر یکی به هر دلیل یه توانایی ببیته حک بکن یه رای هستی. ولی خب گوشی های اندروید ها چون اوپن سورس بازی استرانی هستن ایرانی هم مثل کافه بازار تو نزانو مایکت تو بازی چیزانی دیگه هستن اشان نرم افزارانی سورسا که خود پلی استور دانلود کنن و آنگو یرش کنن و ممکنه خب انچه که من گوش اوپن سورس یعنی هر کس تونته آیا سر کار بکن و یک سری بدافزار آیا سر نصب بکن که بدافزار باعث بنده وقتی که توی نرم افزار و گوشی سر نصب کنه بدونشی که تو متوجه ببه تی اطلاعات گوشی سروری که آیا سر آیا کاری کتا آیا واسه دیمه بدن سک راحت بدونشی که متوجه ببی. بهترین حالتش این که مردم سعی بکن نرم افزارها غیر رسمی دانلود مکن. مثالی طرف روت واتساپ دانلود کن مثلا واتساپ مثلا جی بی نامی مثلا بعضی مدل های واتساپ طلایی و اینگو آنگور هستن اشا مردم نباید استفاده بکن. تو بایدشون استفاده کنه این تو عملا یه اجازه یا دیگه آکسی که نرم افزاری گسترش داده وقتی که تغییراتی دادگی آیی دسترسی ببی به اطلاعات تو هیچ موقع یک کارا ماشما مکنی فقط نرم افزارا از پلی استوران رسمی دانلود بکنی. سخت ایران تو که هنو دانلود کنه چه گوگل پلی چه اپل استور یا استور مایکروسافت ها ولی گو فیلتر شکن یک کارا بکنی به نظر من باز بهترین تو یه ارزش نیست که می اطلاعات گار کنک بکن. و همچنان که من گوش به روز رسانی نرم افزار همیشه دقت بکنه که یک کارا بکنه. نرم افزار همیشه به دو علت چه طرف آسازنده به روز رسانی بیتن یکیشی که یا یک امکان تازه یا اضافه کته یا ایشی که مشکلات امنیتی و باگانی که هستنتی نرم افزارا برطرفی کتگن تو آیا آپدیت کنگین ایشی یعنی ایشی که آپدیت یاتا آپدیت همیشه بچاریم که چطور کنیم و همیشه سعی بکنه بروز بکنه یه چیز سخت مهم بزانی. ولی خب یه چیز نظر من همیشه مشته اما وقتی مهم زانه که یک اطلاعات مهمی ما واقعا از دست بدهیم و همیشه هم سعی بکنه که رمز دوم
وقتی هنو بازی امکانی هم حتی هنو رمز دوم نرم افزاران سرا هم هستیم شه همیشه فعال بکنیم و مخصوصا وقتی ایمیلی که ما شما را هستیم اشان فعال ببن. رمز دوم اگر ما ایمیلان سرا فعال مبن عملا یکی راحت تونتیم با حملات فیشینگ یا یک بدافزاریت سیستم سرا یا گوشی سرا نصب بکنیم به تی ایمیل دسترسی ببینید. بعد که تی ایمیل دسترسی ببینید یعنی به تقریبا گوشه به تمام اکانتان تو دیگه دسترسی ببینید. راحت تونتیم با همه ایمیلی که هستیم تی تمام اکانتان رمزان و شما بازیابی بکن استفادهش بکن. یه چیز ما شما همیشه باید مهم بزنیم که رمز دوم همیشه باید فعال کنک ببینید. من گشته دیگه وارد قسمت امنیت اطلاعات نبود بل سک مهمه. اگر اشیا شما بلوتی یک روچ کامل تونه در مورد امنیت اطلاعات گپ بکنید که چطور با یک اکانت امن وارد سوشیال میدیا ببین و آنگو کار بکنید. هنو باشون پده پچ داریم و تی کمپین کنگا و فعالیت ها سیاسی و اجتماعی که ما را هستیشون چطور سازماندهی بکنید. هنوگی شرایط ها مهمترین جایی که مردم توند وقتی توار برسینی سوشیال میدیا هست. سوشیال میدیا تو که بخش های مختلفی هست. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب. یه چهارین گزینه ها اشان تقریبا گشک بیتن که مهمترین جهانیه که هنو مردم ها آین تو که به دنیا ارتباط کنه. البته اشیا هم مشه هر کجایی که اشان با یک الگوریتم خاصی یاد کنه بودتگن و یک امکانات خاصی مردم ارائه دهگن و هر کس بر اساس آن نیاز وقت روتن یکی که اشان استفاده کن. هنو این شپگین گپ میشه گشته تمرکز سر توییتر. چیه توییتر؟ چون توییتر ها مردم راحت تو یک موضوع یا ترند بکن، داغ بکن، یک هشتگ یا آنگو استفاده بکن. البته خب یه هشتگ مردم هر جا هم تو استفاده بکن. تو هشتگ هر جا تونه استفاده بکنه. در فضای اینترنت هشتگ تونه راحت استفاده بکنه. اصلا کلن ممکن یک جز بکن. خب اصلا هشتگ چیه؟ هشتگ یک نمادی، یک پیشوندی که آیا یکی چه پیشوندی که تونن آیا تگ بکنن، با اونان تگ کنه که یک سری کلمات کلیدی استفاده بکنن و هشتگ به صورت انگلیسی هم نامینی کلن انگلیسی و حتما یکی فارسی هم هشتگ سرچ بکنن ظاهر بیتن دیگه. دو تقریبا خط هم تو یه دابا یه میچه تقریبا شیرشن هشتگ ایشی بیشتر در خدمات شبکه اجتماعی و میکرو بلاگینگان تو که استفاده بیته و اصلا کلا هشتگ بلوت ساده تر هم تعریف بکنه یک برچسبی استفاده بیته که برای دستبندی و اشتراک گذاری ما پستان استفاده کنه بی. ما اگر بلوتی در مورد یک موضوع خاصی گپ بکنه ما تونی یک کلمه یا استفاده بکنه هشتگ بجنی هر کس کلمه سرچ بکن هر موضوعی که هشتگ آی تو که استفاده کنک بودتا آیان یاریته. هشتگ یکی چه مهمترین چیزانی در فعالیت توییتر ها که مردم بتونن آوتی گپا بکن. ولی خب اصلا ما چطور تونه یک کمپینی برگزار بکنیم و کمپین چطور تونه تأثیر گذار بکنیم. ایشی سک مهم فقط کمپینو یا هشتگی تولید کنه و جنگ نه. مهمشه که مردم باید بچاری بیتی کمپین چطور تأثیر گذار کد کن. ایشی سک مهمه. بازی رندی بیتن که من 4 طرف رو یک هشتگ یاری تو جنتی ولی خب هیچ تأثیری نبیتی. یعنی مردمان دنبالی نروان. بچه که ما شما کمپین سرا هشتگ سرا فکر نکتا کار نکتا. مهمترین چیز ایشین که ما باید بزانیم بیسر چه کمپین جنگا ایشین که من هدف چه کمپین جنگا چیه. ما تونه یک کمپین ها به عنوان یک کمپین کاری استفاده بکنیم، تجاری استفاده بکنیم، اجتماعی استفاده بکنیم، سیاسی استفاده بکنیم، هر نوعی بی.
کمپین ها باید یک هدف مشخصی ببی و بعد از هدف مشخصش این که یک تولید محتوای مناسبی ما رو ببی. حالا تولید محتوای مناسب، حالا چه به صورت ویدیو ببی، چه به صورت متن ببی، چه به صورت عکس ببی، یه چیزا ما باید یک تولید محتوای درستی بکنیم بر اساس فکر، هدف، ایده و چیزی که ما را هستن رو دنبالی بکنیم. و بعد ازش داشتن یک هشتگی، یک کلمه کلیدی، یعنی تو وقتی که یک کارا کنه تو هشتگ وقتی یک سرچ بکن بتونت راحت تمام مطالب گپ چیزانی که در مورد جنگ بودتگن، به طور مثال توییتر تو که بگیندی. ما طبعا پیسرگی ماها توییتر تو که 2 دانه هشتگ سرا سنگتان کار کتگد و خوشبختانه ایران تو که ترند بودتگدن. ایران تو که ترند بودتگدن در حدی که رسانه ها هم مجبور بودن این برای گپ بکنن و ایشی پیش داری که وقتی مردم ها سازماندهی بی بر اساس یک اصول پرنسیب درستی کار بکن تونتن و تی توار دنیای هم برسید. یکی چه آیا هشتگیت که مولوی کوهی را آزاد کنی، یکی چه آدگه هشتگان شید که حمیدالله اربابی کجاست. اگر شما میشی همی هم سرچ بکنی گندیده بدونی هشتگان چیه، چون بر اساس یک اصولی سازماندهی سرا کارکنک بوده گفتن. اما مسترین ضعف و مشکل میشی که می بلوچان توییتر تو که پایگاهی نی، یعنی ما را یک گشک بی ارتشی سایبری منظمی که بتون یک کارا بکنته نیست و ایشی سک مهمه. ما شما را اینستاگرام تو که می بلوچان سک بازه. البته خب یکی جا مسترین علتان ایشین که توییتر ایران تو که فیلتره، ولی هنو فیلتر شکن و هستیم به صورت رایگان یه چیز استفاده کنک بی و در مورد فیلتر شکن هم من سعی کنم والا دیمتر باز گپ کو. البته میابر هم کپیچونی بودم زانو تو وقت هم نی سنگتا هم ممکن جوستی چیزی هم ببیتی و تالا گپی ببیتی یه باره سک شهری که بگشم، ولی من فقط کوتاه تا 5 دقیقه سعی کنم و تی موضوعی که هستین در مورد توییتر گپ بکنم که اصلا اصل هدف و این شبیه جلسه هم همشی و دیمتر که جو سپورس هم کنک بیکتیم و میتونگ سنگتان جوست هم همشی بیک ما چطور که بتونه توییتر فعال ببه. ما توییتر مزیت ایشی که تو بدون ثبت شماره موبایل و ایمیل تونه اکانت ارد بکنه. ولی که تو اکانت ارد کو تو تونه 2 3 4 هرچی که تو وقت تونه مدیریت بکنه اکانت ارد بکنه. و یک چیز دیگری هم شریم ایرانی ها بازی نیم شاید 50% من بتونه باشه کسانی که من فالو کتگم و تی هویت واقعی چیر داده چیه؟ چون یک حکومت دیکتاتوری گومه طرفه، ولی با اما اکانتی که هستنه بدون هویت واقعی سک باز تأثیر گذارم فعالیت کنگم، هشتگ گیر کنگم و توییت جنگم و هدفی که هستن بازی و دیا چیه بنتر رسن. مهمشه که اطلاع رسانی کنگم، ولی ما شما هم باید همین کارا بکنی. مشمه تعداد نفرات توییتر تو که کم می و ایشی باعث بوده که ما متون آدابی که باید ببیوتی توارا برسیم. اگر می نفرات بلوچ که همین اندازه یه دیگه سوشیل میدیا مثل اینستاگرام و این گامگرا فعاله ایشان بتونه توییتر تو که بیاینتیم، اگر ما را 100 اکانت منظم ببی کسانی که همزمان بتونن بر اساس کمپین و تایم مشخص و هشتگ مشخصی که در یک بیتن و روی چی که مشخص کنگ بی یه چیزا بجنن راحت ما تونه و تی درد مشکل گپ خبر درستین چیزا برسینه. حداقلش این که رسانه های اجتماعی تو که رسینگ با و بازینی هم یه دیگه شبکه‌هایی که هستن، حالا BBC، صدا آمریکایی یا جاندگیری، آیا هم خب سلیقه‌ای چارن کم و بیش، ولی خب مجبور بن که یه چیزا
پخش بکنن. ایشی باره اگر ما شما بلوته هم تونه پدا گپ بکنی و من یک پوزه دوم دا که شاید سنگتا هم جستی بیبیتی و اگر چی هستد که جستی سک شهر که ما شما دا گپ تران بکنی و اگر نگورم من وقتی ادامه بحثانی که هستند در مورد امنیت اطلاعات و اشی که چطور که ما شما توییتر را هم گشتر و طور سازماندهی بکنی استفاده بکنی ایشی برای ما شما گپ کنی. مهربانی من فعلا میکروفون دارم و جا محمد. باز مهربانی حاجه سعید چطهی گپان و سک خوبت که تو با زبان ساده در واقع مثلا بیان کتن پچه که ما بخشی که گپ کنگیم که معمولا یه مقدار مشکل توضیح دهگی بخصوص مثلا سوشال میدیا و آیتی و شین که با معروف هنر مخصوص لودی که معلوم زبان ساده شانان توضیح بداتین سک دست درد مکنتین. اگه کسی جست پرسی هستن تان دست برز بکنتین و ناصر بلوچ شما دست برزن بفرما و تی جسته بکن. ناصر بلوچ شما مارک بندی. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. وجن عرض کنیش خدمت که ببخش من چند مدتی غایب بودم و من کم که وقت کشته بده من باز من نتوارم چشم محفل و مجلس و منی عذرم بجایم بوده که من غایب بودم. وجه تاجداری گپام واز واشته ما استفاده کن و منی مردم ها بلوچان ایشان که هستن ایشان استفاده چه تویتر ها نزانه شی لوٹی که ما همین چیزا هم شنگو تعلم بکنه که می بلوچان چه اینستاگرام ها بیام به تویتر و تویتر و تی محدودیت ها هم داری کمو که مثل کلیپی یا مطلبی متنی مزنی ولی باز هم ما هم لوٹن که یک هشتکی را ترند بکنه ترند مطلبشون که مشهور بیتیم بالا بروتیم باز خوبه بله واجه هم میگه پس نیشن که من گلگی چه خود مجری داری این چند وقت من غایب بودم غیبت منی باز سب خاطر مجری ها که یک کلی گپ من کنی اگر من فرصت داد موتی دله خبر بدین وجه در گپ که ما معامله آزاده. ما الحمدلله من چه ملکت هم تماس گیری هم روحانی هستم مولوی هم و ایشی افتخار نکنه برشی بله ما افتخار کنیم تی بلوچ بودن و بلوچ داری یا پیشین که ما وقتی که در یک جای لوٹن یک چیزی رو به اقلیت بزنن تو عرب رسمیت بزنه ما چه تمامی احزاب باید استفاده بکنه چاوانی که اسلامگران چاوانی که بر حال غیر اسلامگران داره دیگه دینیان حتی ما توانش فمینیست هم استفاده بکنه در حکومتی که تشکیل بیته بله من چون یک بری بانوک ناروی گپا بودت همه دا من گپی کو وجه کت خدایی تو شما منا نیشت و گپا و منی گپ تمام نبوده شما گوش وقت تمام مساک نارد تو اگر ما لوٹن یک حکومتی را بیاین اجرا بکنه و تریزی بکنه باید تمامی افراد تحمل بکنه حزمش بکنه اگر قرار برشی بی که یکی نام مولا یکی اسلام نامگی ما یا دور بکنه نه گروه پسی که ما پسیش فری کوهیشه مولانا کوهی آزاد بیته مولانا کوهی هم به هر حال یک شخصیت سیاسی اجتماعیه و ما تمام لوٹن که در یه جامعه کنونی که جامعه سنتی تمامی این مردمان بلوچان جوانان از روی احساسات گفته یا غیر احساسات گوتی علمان دوستش هستن و به هر حال هستن و علما
در تمامی مجالس و مکانها. خبرش این که ما بیایم این افرادانا که اسلام گرا هم به هر حال شانم جای بدهیم، شانم هضم بکنه. من رو راست گوشین یا برای وجه آیی که خدایی صاحب من چشما کم کی دلخور بتون و هن نومیاتون چون سید جانی گپت من باز خوشحال بتون و منی هدفش این که من بلوچا یک بخاطری که توییتر باز نزانه کارایی و دو توییتر تا باز متن مزنین هم که لگنه بیته ولی ما بیان رو هم هدفی که هشتگ بیته سرمایه کار بکنیم پچی مروچی هشتگ کن اگر بجنه کلیات موضوعنا یاری ته مثلا هشتگ فلانی چرا هشتگ بیته و این هشتگ یک پایلوت سرفصلی برای موضوع اصلی و من باز من نتوانم که شما و شما جلسه و محفل ببخشید من تون گپاتون ما کدام جنان طرف لوگا همین لوگه راه ما شما منی مایک پچ کو من مجبورتون هنچو بدون مقدمه بیاین. جزاکم الله خیر. منتظر وجه شما مهربانی. مهربانی حضرت ناصر بلوچ چشمه گپان. البته خود ادام یه مقدار ما وقت محدوده، کوشش همشن که هم موضوعی که هسته هم موضوعی سرا گپ و تران ببوده. البته پهیل لطفا اگر وقت نرسته شما وقتی گپا بکنه بری چون مجبورن که نوبتانا تا حدودی حفظ بکنه و نظم هم برقرار بکنه بقول معلوم. من یالا دیگه کسی دست برزنه وجه سی تو و تی گپا سلامت بدم. من فقط وجه ناصر گپی کد شی که بلوچا توییتر نزانند و شی که توییتر محدودیت هسته شیه مشما میشه. هر نرم افزاری که تولید بی و کارکنک بی آیه وتی الگوریتم هست و وتی سیاست هست. به طور مثال فیسبوک محدودیت هلگ متن نی، یعنی تو هر چنچو متن مزن ببی تو تونه بله. ولی خب مثلا چهار طرفا محدودی کتا ویدیو تو هر پستی که یرکنه یک دانگی تو متونه بله. عکس چرا؟ عکس بیته ولی ویدیو تو یکی گشه نتونه بله. ولی اینستاگرام وتی الگوریتم هستن با اینکه کمپانی یکی فیسبوکه، ولی خب آیا بر اساس یک سری سیاستان و افرادی که هستن، یعنی بازدید کننده یا یوزر و کاربری که هستن بر اساس سیاستانی که هستن تو اعمالش کتگن کاربران رو استفادهش کنن. اینستاگرام تو تونه عکس بله، کلا 10 دانه عکس تونه بله، حالا چه عکس ببینی چه ویدیو ببینی هر پستی تو کن. ولی متنی هم که تو اینستاگرام تو کامل محدوده، یعنی چه فیسبوک کمتری، ولی فیسبوک تری محدودیت نی. الگوریتمی که توییتر تو که هستن کاملا متفاوته. یعنی اصلا یه دیگه سوشیال میدیان که استفاده کنک بنده آیی کاملا متفاوته. توییتر کلا با یک سیاست دیگری کار کنگی و به نظر من همه چیزی باعث بوده که درسته کاربری کمتره اما تاثیرگذاری باز گشته. تو نتونه یک هشتگ یا به صورتی که در توییتر داغ کنک بی، ترند کنک بی، تو در اینستاگرام بکنه یا تو در فیسبوک بکنه. در صورت که تو فیسبوک هم تو نه به صورت هشتگ، اصلا هشتگ من چو گشت کل اینترنت تو که تو وبسایت تو کامل یرکنه یک کلمات کلیدی شما به صورت هشتگ استفاده بند آنگوین کلا استفاده کنک بی. ولی توییتری سیاست هنچوشیم که آنگو تو بتونه با کمترین حروف یا بشک بی کلمات این 280 کاراکتر گشتر نبی، یعنی 280 حرف گشتر یرکنک نبی فکرن توییتر دوکا ایشی تالته هنو گشکنک بوده پیسر توییتر تو تونته کلا 140 حرفی یر بکنه. ایشی چه سال 2017
2017 فکر کنم اگه اشتباه میکنم 2017 یا 18 یه امکان دیگه بود که توییتر آوتی حروف دو برابر کتن. ما پیسر هم 140 حرف جتا. به نظر من چی اتفاقا یک مزیتیه، چی یک تمرینی بی برای ما که با کمترین کلمات بتونیم بتی تأثیر گذارترین گپا بکنیم، تأثیر گذارترین خبر بکنیم. تو فیسبوک تو که یک یا اینستاگرام تو که یک عکس یر بکنه کم و هون ببی تو یا فلان ببی تو اینگو آنگو ببی یا مردمی جتا ببی تو یه چیز ببی در جا خود اینستاگرام فیلتر کنسن یا فیسبوک هم به همین صورت. ولی توییتر یه چیز نیست. توییتر تو هر چیزی تونه یر بکنه. حالا بقول چی هستین توییتر حتی یه امکان هستین تو از عکس و فیلم های مثلا قتل و جنایت و یه چیزانی اتفاقاتی که بودتگه همی رو بکنه تو تونه یک عکس و فیلمی هم بله که شاید مثلا حالا هر چیز غیر اخلاقی یا مستجنی گوشن چی گوشن اشی هم. یعنی توییتر سیاست چینکه محدودیت نیستن، صرف به خاطر همشی که هشتگ داغ کنگ بی آنگو ترند کنگ بی و اشی که تو تونه گو کمترین حروفا و تی گپا بکنه دنیای سیاست مدار فیسبوک تو که نه، دنیای سیاست مدار اینستاگرام تو که فعال نه آدابا اشان توییتر تو که فعال. همچنش که من گوشت شخص خامنه ای اگبته تا اما زیر دستانی که هستن تی چون تمام توییتر تو که فعاله، چون توییتر جایی که تو تونه تأثیر گذار بده و تی خبر بکنه. منی گپم همشی ما شما طرز استفاده شاید مزانه، حالا طرز استفاده سختی نه. من توییتر چه اینستاگرام راحته باز اینه ممکن اینستاگرام تو که نتونی تا با کار بکنی از زر راحتی گشون، ولی همه شخص اگر بی توییتر تو که راحت تون تو این توییتر تو که کار بکن. ولی خب توییتر سیاست دیگه چیزی، توییتر الگوریتم دیگه چیزی. به همین دلیل که ما نلوتیم توییتر استفاده بکنیم. چیه؟ تا جایی که من مثلا گندگم طرف رو اینستاگرام استفاده کنم عکس یر کنم فیلم یر کنم تو نزانه یه چیزی یعنی گشته دنبال سرگرمی تا دنبال برنامه و هدف و یه چیزی که سازماندهی کنک بیبیتن. من مشکل گشتر همشی نو حتی دو سنگتان گوشگن که تنظیمات توییتر را بگشی اشی من چشم اتفاقا من لوتت که یک آموزش کامل یه زمینه آماده بکنم و من برنامه هم کلن اشیت که دیم هفته من یه جلسه گرک بیبی ولی دیگه واجکت خدایی منو گوش که همین هفته بعد بیبی تو دیگه من نتوند آدابی که هستین تو منی دل و شخصا لوتت که بیبیتین با اسلاید یک سری توضیحات بدم که اصلا یه کاران بر چه اساس بندتین و چطور مردم تون یه کارا بکن. اما من یه قول دارم که دو کار بکنم حتما. یکیشی که آموزش نحوه کار توییتر که بر چه اساس باید ببین تو چطور تونه اکانت اد بکنه، تو چطور تونه پست شیر بکنه و تو چطور تونه ریتوییت بکنه و آر ریتوییت با کامنت شیر بکنه. یه چیزام بگو شما. و دوم میشه که نحوه فعال کنگ رمز دوم ترجیحاً تمام اکانتانی که مهمه مثل واتساپ، مثل توییتر، مثل تلگرام، فیسبوک شون تو چطور تونه رمز دوم فعال بکنی و مهمتر چهشان حالا تو تی رمز دوم فعال کو. هر رمز دومی که تو فعال کنه ترا یک رمز بکاپی هم دانته تو تی رمز بکاپ کجا یر بکنه که گاری نکنه تو باند رو چوتی به هر دلیلی رمز دومی که قرار این ترا همیشه بدانتی حالا چه از طریق یک نرم افزاری که مال گوگل یا نرم افزار دیگری هم هستن که رمز دومتی واسه تولید کنن تر دانتی اگر تو نرم افزار گار کو یا تو گوشی گار کو تو رمز بکاپ هم کجا یر بکنه که گار مبا آیا بر چه اساس باید تو حفاظت بکنی. بهترین چیزی حافظه کلاودی
حافظه کلاود یعنی اما فضای ابری باشه یا فارسی تو که همه چیز فکر کنم آنگو تو باید یادش بکنید در باید یک حافظه کلاودی ببی حافظه کلاود هنو باز هستین که به صورت رایگان ترا یک محدود دیا محدود به نظر من کافیه مثلا گوگل درایو ترا 15 گیگ ده آی کلاود ترا 5 گیگ ده فتونه شاید استفاده بکنه خیلی راحت که وقتی اطلاعات مهم ضروری و چیزانی که تو زانه باید پر همیشه دسترس ببند و اگر یکی دیگری دست بکپند تو نتونه آین گوشی تو کاتی گیر بکنه آنگو رو شیر بکن آنگو هیچ کسی دست نرسی آنگو و ایشانی آموزش هم من حتما سعی کنم آمادهش بکنم فعلا تا هم ده بچارن که یه دیگه سنگتان البته خب سنگتان جستی گپی ظاهرا نی من نیالا شهرین که شما وقت بیایی بوگشیه دا سنگتان هستن دا منش گینده گم شانی زانت چه سوشیل میدیا چه منو گشتنیم حقیقتا منی تخصص سوشیل میدیا نه ایشی منی گشته علاقه این چیزی که من زانتگ و من یحتت گوشته ولی خب در موردشی که چطور کمپین بکنی تویتر تو که و چطور که بتونه یک کمپین دیما ببریم یک هشتگ ترند بکنه ایشی میواسطه ضرورته و باید یه چیز ببی ما را و حتی می ضعف و مشکل ایشی آسنگتانی که دنچ ملکانه و ایشی که ادا دسترسی آزاده به اینترنت هستن تویتر فعال نیمه بلوچم ما گشتن دستبندی و لوٹ چا یه همی واجهانی که حداقل که ماشما ادا ماشما راوتی اکانت ببی و ما تونه حتی تویتر تو که یک گروه یاد بکنی آنگو بتونه وتی فعالیتانی که هستند و قرارن ببن آنگو هماهنگ ببن تو بکنی حتما هم لازم نیست میوتی اصلی اکانت ببن ماشما تونه اکانت چی هم عد بکنه یعنی رسمی تیبتی ناما مبند باید دیگه نام ببند من مثلا با اکانت وتی رسمی هم این منوتی نامای تویتر تو که فعالیت کنه یک دو اکانت دیگر هم هستن که گرچه مواد هیچ کس هم نزن گفت که من بازی مردمی گم هم ارتباط هم هستن زان نه آیا اکانت رو ما گفتال هم کنم ولی آیا نزانه یک اکانت پشت کنید ما شما هم تونه هنچی اکانت عد بکنید چیز راحتی سختی نه شماره تلفن نلوتی که بوشن هر شماره یک اکانتی بی نه تو 10 دانه ایمیل هر کنتونه 10 اکانت هم عد بکنی ولی خب در لازم نماره هر نفر اگر 2 دانه گم بی مطمئناً ماشما تونه وتی هدف و برنامه‌ای که هستی دیما ببریم حالا نوی ارکنگا و اینگا آنگو را اگر ماشما رو مشکلی هستین یا اگر جستی هستین تونه بوگشی هنو هم ماشما تونهش باره گفت بکنی مهربانی مهربانی حاج سعید چطه گپان آیا تویتر توی که من تا گروپ اد بکن چو واتساپ و فیسبوک و یه دیگه سوشیال میدیا یا نه پدا هم چوش که معلوم بود که توییتر جای مهمی به ما شما و ما شما تا به حال باز ارزش و اهمیت ندادد بچه که گشته سیاست مداران ژورنالیستان خبرنگاران معمولا در توییتر هم و توییتر محل اثرپذیری و معمولا خب پس چوش جاهایی که ما باید وقت سازماندهی بکنه از نظر سوشیال میدیا به طرف توییتر که بعد بتوانه تاثیر بیارن پس که 2 هشتگ اخیری که معمولا ترند بودن خب کار باز بود سرشان که بازی مردم شرکت بکنه ولی باز هم نیاز هستین در یه زمینه بذارم من مایک آدن وجد ناصر بولیدی یا بعد تو تانه منی جوست هم جواب دارم ترم وجد بولیدی مایک شما سلامت محمد جان هم تشکر کنم چطور و همچنین سعیدا که این شکلی پرزنتیشن دادی من خیلی درستی گرانی در داورت تو چه گشتیم بعد مثلا مشم درستی بلوچن خب بعد توییتر فعال مبانی که خاص در ملکاین حتی من جوستم میشیات که مثلا تو چون وقتی هم سعید من خیلی خبری کد تا چیزی که ما متوجه کنم جوستا بکنم و دست برده که مراتون گروه عرب کانتن و دا مثلا یه کاران دیگری که مثلا تا دیگه جا هم هستن توییتر هم با چوب شگوت مثلا واتساپ خب تی دیگه تو
تونه خبر بکنه بل توییتر در دنیا گندید تی کارا و ماشو بلوچانی خاص خارج کشورین یه باید من خلاف لوتی چه بلوچ جامعه هم بیتین کمانی که در ملکان توییترش باید ببیتین یعنی به شکل فعال ببانتن و تا پیش بدارند بخصوص جوانانی که این گرند من همی احساس گوار که سابر کنه بوشی که من توییتر نی اینستاگرام درست هم بعد درست نبرم شی ایران درو اینستاگرام هم ایران خوب تو اینستاگرام گشتی بود سیاده خبر کنه دیگه یا بوتی مثلا ما چیان تو چیا هسته ولی توییتر خوب تو باید مثلا گوشه که خاص آنی که اروپا که سیاسی مردم رو پناهندگی لوتن و پناهندگی بگیرتگین و شان خوب بعد که مثلا توییتر نه یه وقتی زیر سال رو مانته یعنی آدمانی مثلا نه که فعال سیاسی ببندن آدم جا بیاین شو ساک مهمه که بهش مردمان شینی مگه کمو باز من خیلی گشتره توجه بکنن من دیگه جو سیاست شد که بلوچستان شرقی ها آین گرا توییتر استفاده تا چه اندازه این و چطور که کار کنم و بعد مالوت بعد ابراز خوشحالی بکنند که واجه ناصر مرشیدا و خبر کد و شی که بعد برگشتم سگ شهر مالتوات هم یکم که نگران تی پاسورنه بل خوب شی که مثلا مردم یه جای یک فوروم یک هستند بری خوب دا ما هم باید قطع ببین تا هم باید قطع به و جامعه اروپا مثلا مردم مجلس هم مثلا نخست وزیر 2 دقیقه خبر کنته یا یک مثلا وزیر دیگه جوابی داده 1 دقیقه سوال کنته پدا 1 دقیقه پدا نیم ساعت چون مردم وقتا بعد ماشو یاد بگیرین سگ مثلا موثر استفاده کنین خاص شما باید هم زانه دیگه مردم مثلا هر کاری کنته خوب باید مثلا افکتیو بیتین ولی چه دل جنبت که ماشوا تمامی نام باید معتقد با آزادی مذهب ببین آزادی بیان و اندیشه ببین ولی خوب تیبرام مثلا سازمان یافته بکنه هدف مشمم شمینی مگا بروین ولی به هر حال بری چه من نمیگم یا تی نمیگم ماشو درست به هر حال ماشو یکی فرق نکن منو تو نیست ماشو یکی ماشو بلوچی اشتباه بیتین ولی خوب ماشو باید بعد یک دیگه را یادآوری کنی به موقع من دوستم شیت بلوچستان شرقیه مثلا او دا استفاده توییتر چطوره تا پاکستان شما تا جیبوتیشانی که حتی در ناچومه شده و پناهنده هم آیا تا چند اندازه توییتر استفاده کنگن سلامت به وجه ناصر من اجازه ها وجه محمد گپ اوکی ادا یه جز بود که آیا گروه ارکنک بی جی ها هنو نوکی امکان بوده یعنی هستین و که گروه هم ارکنک بی تو مردم تون تی آنگو و تی کارا هم آهنگ بکن تو یه چیزان دیما ببارتین حالا هنچوش که گوشک بود واتساپ و یه چیزان آنگو مردم نتون آده و تی توارا دنیا برسینی ولی دا فرق ولی خب شیا هم شما بزانی هنو من به جورت گشت کنم تمام افراد سیاسی دنیای تو که هستند چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم توییتر تو که فعال اکانت هسته حالا اکانت وقت مدیریت کنن یا دیگه یکی مدیریت کن ولی به نام آیا هسته توییتر یک جایی که به نظر من هنو اگر یکی و تارا فعال سیاسی فعال اجتماعی یا هر زمینه دیگه را که لوتیتن فعالیت بکن یا و تارا همچین فعالی زانته و سوشیل میدیا تو که لوتی هور بی اگر توییتر تو که هور نینگو آده با شاید متون وقتی خبر را حداقلش این که سوشیل میدیای تو که چون اهمیت توییتر سک بازه ماش منو بچاری تمام رئیس جمهوران گفته تمام افراد سیاسی و فعال اجتماعی و شان گفته اکانت توییتر تو که هستی چون حساب بکنی دیگه وقتی که ترامپ لوتی وتی اولی گپ و اولی خبری ها که دنیای تو که بکنته یه توییتر تو که اعلام میکنته دیگه شما اهمیت یه موضوع بزانی که شان تا چه حد تاثیر گذاره ما شما اگر تا هنوگا نبودتگیشی به نظر من یک ضعفی مشکلی ما شما باید حل بکنیم ما شما نتونه بگوشیم که خب ما لوتین دقیقا همه دنیای دعوا ببین بله یه دنیای گومه دیما مرمه شی مشکل ایجاد که حداقلش این که هدف ما شما آدابی که لوتین نرسیم و اگر برسیم هم ممکن است دیر برسیم چیزا هم ما شما بزنیم همیشه باید به روز ببینیم مردم همگی شرایط تو کار و اگر یه کارم مکنه خب نبی مشکل بربره و ایشی که بلوچستان شرقی تا چه حد توییتر فعاله
یه چیز من مطمئنم و گنده گوهم توییتر تو که چمشم مغرب بلوچن گشته فعال آیا حداقلش این که یه چیز شاتر در کتا که باید ببند سوشیل میدیای تو که هستن ولی خب سوشیل میدیا یه دیگه چیزان چیه نه توییتر سک مهمه مخصوصا میشمه فعالیتی که ما کنگی میشمه فعالیت ها ممکنه آدا با فیسبوک تو که تاثیر گذار مبی ما شما پاکم فیسبوک تو که هستین کم و بیش ولی توییتر تو که نیستین حالا توییتر شاید ما پیسر آدا با درک نکتا که تا چه حد تاثیر گذاره ولی هنو که ما شما حداقل لیشین که یه چیزا زانگین شهرین که توییتر هم ما شما ببین حداقل لیوتی اکانتی که به نام وات هستین ما شما آیا فعال بکنی و مردم ها یه چیزا گنده هنوگه شرایط تمام ژورنالیست هستن خبرنگار هستن آنگو و ایشان تمام افرادی که و تارا فعال زانه چه از طرف احزاب چه از طرف جاندگی آیا دنبال کنم آیا ممکنه منی تی اینستاگرام هم چهارم تی فیسبوک هم چهارم آیا اولا یا ممکنه اصلا توییتر هم میگه بچارم چرا اصلا مشمه فکر چیه مشمه هدف چیه مشمه کار چیه مشمه گپ چیه ما چی لوتگیم ما که دنبال کنگیم ما که ریتویت کنگیم ما که برنامه و چیزانی که هستن آیا لایک کنیم چهارم ایشان سک مهمه آیا یه چیز چهارم برسده کنم و یه گپ هم کنگ بود که گوشک بود که ها مثلا ایرانی گوشن که ما اینستاگرام هست آنگو ما اینستاگرام رو کار کنیم خوشی دقیقا سیاستی که جمهوری اسلامی رو بکار بود جمهوری اسلامی زن نه تو اینستاگرام فیلتر بکن جمهوری اسلامی پرچیت مثلا توییتر فیلتر کن جمهوری اسلامی پرچیت فیسبوک فیلتر کن اتفاقا تو اگر از نظر آی مثلا تو بلوت چیزایی که هستند قوانین اسلامی و اینگو آنگو رو حالا به هر دلیلی ادله منطقیاری زیر پا بل دو اینستاگرام تو که شب کنی چیزا بکنه آن دقیقاً یه چیز اینستاگرام پچ کتا چیز فیلتر کتا صرف بخاطر که اصلا اینستاگرام الگوریتم دیگه چیزی اینستاگرام به هدف دیگه چیزی اینستاگرام تو که تو آدا و نتونه فعالیت سیاسی بکنه فعالیت اجتماعی بکنه تاثیرگذار بکنه تاثیرگذاری آدا و نه که توییتر هسته و رنچه توییتر فیسبوک تو که هسته آیا عمدن توییتر فیلتر کتا توییتری که اصلا جوی 180 درجه گو اینستاگرام رو فرق کن اگر هر لحظه بچاره آیا یه چیز عمدی یا کتا یه سیاست وقت کتا که اینستاگرام کامل پچ کتا هشتگ که مردم کلا برام اونگو ادامه آیم دنبال فعالیت های سیاسی و اجتماعی مبا تو عملا توییتر تو که وارد ببه مثلا توییتری کنده حالا مثلا توییتر فارسی بگنده آنگو مردمانی گنده که دردان مشکلاتا اعتراضاتا به صورت سازماندهی و درست چیزی که هستن اونگو بیان کنگم نلوت مردم آگاه باشه بده مردم اونگو عکس و فیلم و چاردانه چی و شان حالا شاخ مجازی شان چی شان گو مسرگرم بند تاشی که بیان توییتر تو که مهربانی مهربان واجد شدید البته توییتر فارسی و غیر فارسی هم هستن یا که توییتر کلا مثل نه منی منظور توییتر فارسیشه که آنگو دیگه فارسی زبانه گشته میچی هشتگای فارسی جنانت یه چیزا جنانت توییتر فارسی و غیر فارسی نی ولی خب مثلا دا دیگه بری اساس یه چیز ماشین که مثلا یه هشتگ ترند بوده در بین ایرانی ها مثلا زبان فارسی در توییتر فارسی زبانه وجه رحیم بندوی مارک شما اگه مفرمایید سیجان توی شب یک لوکین دنیای مین اصلا ما تا رو باشه نباشه اون پچ کو چون واقعا اهمیتی که تکنولوژی ارتباطات و پدرم هر یک کشی ابزارانی که هست استفاده کنه بی واقعا بسیار با اهمیت و تو به خوبی درباره اهمیت رسانه و بعد هم بالاخره سوشال میدیا یا رسانه اجتماعی گپ زد که جای واقعا قدردانی هسته و حقیقتا هم قرن 20 قرن شما جوانانی که وارد بوده که همین بخش تکنولوژی ارتباطات و روابط این چیزانی که هستن پیشن
ببینید جست اشیت که با توجه به ایشی که شما و بسیاری از دیوان نیمدوکان مطمئناً تا همین بحران سکباز اطلاعاتش هستن پیشم، آیا شما یک آینده گنده پیشی که جنگ نرم افزار بین قدرتمندان جهانی جای این ارتش فیزیکی که هستن به عنوان به هر حال این هواپیماهای آنچنانی و نیروهای نظامی ورزیده فیزیکلیک هستششان تبدیل بیتن به جنگ نرم افزار بین کشورها خصوصا و برال این ارتش سایبری که شما کسکو واقعا بسیار باحال نشد. من با تمام شیک دیگه دنیایشی وش سرپدی نبان ولی انچه که واضح کرد خدایم اشاره کوچ و با یک زبانی گپانی جتند که تمام قابل فهم بود و بسیار ممنونه و خیلی خوشحال از ایشی که شما قول داد بیالم نکنید. شما واضح کرد خدایی که در مورد این توییتر مخصوصا قرار این که کلاسی دلیتشن هرچند در ارتباط با امنیت مثل ایمیلانی که ما را هستند که نزانه دیگه حساب کتابانی که هستند شان هم حتما گفت و ای کاش که اتفاقا این نوع برنامه ها در یک لحظه پهلی لوٹا چکه گیا ای کاش که برنامه ها معمولا شما ابتدا قبل از اینکه دیوانه شروع ببند در ارتباط با اهمیت رسانه گپ بچتین و واجه تاجداری و ورمان دیگری که در رابطه به هر حال اطلاعات آگاهیش هستن دعوت بکنند که گپانش بجت کنند توشان. من از فقط همشیت که یعنی دوستان فقط همیشه یک تاکید بکنم پیشی که این آموزشی که در ارتباط با توییتر بوگن تاند خیلی مفید بی با توجه به اهمیتی که توییتر واقعا هست و بخصوصا شما اشاره کو به درستی که همین به اصطلاح مقوله ترند بواک چنین که تأثیری هست از نظر جهانی و ایشی که این توییتر به عنوان یک ابزاری که در سطح جهانی تاند مطرح بی نه فقط به شکل اینستاگرام که فقط مخصوص همراهان که مودم و گروهیت ها هستن یدگرانشان و من از همشیت فقط همیشه که امیدوارم ببینید و نقطه آخرم که لورد حوار کنه اتفاقا در ارتباط با ورنا ناصر است ما رو فرقانه ظهیر بوده چون بیگواه بوده بیغلا و البته تی گلگی که توکو ناصر جا در مورد واجه کارت خدای اتفاق واجه کارت خدای اهمیت سک باز گشته بود به دلیلشی که ما فکر نکنه که بالاخره واجه کارت خدای هم تاند قاطع بی دیوانه تا ما فکر کنم همیشه اتحافی هست و بالاخره هیچ کس نارضای نکن ولی و شهد و خیلی ممنون از که برای اوتی نقد یا انتقاد مطرح کنه بلا آشپین که دیوان هست در مورد حقوق جنینا و بانوک ناروی در رابطه داشت که فکر کنم واش یاده هرچند من فکر کنم رضی برگردی به نزدیک 2 ماه پیش ولی اتفاق گپان خیلی جالبی تو مطرح کو جتن و من فکر نکنم که هبران دیم گرگ بود ولی در اصلش تو واجه کاتو بهتر زانید من اتوار ماوتی میکروفون بندانو در گوش به شما هستم. مرسی. مهربانی واجه رحیم. سلامت. حالا اجازه واجه رحیم جواب بده اینا دیگه نگفت کن. سلامت به واجه رحیم جز که آیا یک روچی بی که جنگ نظامی تبدیل به جنگ نرم افزاری بی آیا یک روچی رسته بوده انو اتفاق کبته و بیگی هم انو یه چیز هستی و عملا یه جنگ شروع بوده بین ابرقدرتان. مثلا یک مثال روزی اگر من شما را بدهم ممکنه یه نرم افزار مواد تنوادی البته وقتی گوشی سر نصب نکوته هیچ من ازانو چیه چطور کنی ولی خب اخبار رو یه چیزان که منتگر آمریکا نرم افزار تیک تاک فکر کنم اگر نامی همه چی بی ایشی قرارت کلن آمریکای توکا تحریم بی تو چه پلی استور آمریکا و حالا چه گوگل بی تو چه اپل بی حذف کنک بی کلن چیه؟ چون آیگاش که آقا یه نرم افزار چینیه و سرورانی در چین و اشان دقیقا عملا تمام اطلاعات کاربرانی که در آمریکا هستند تا زورن تو بعد چاهای استفاده سیاسی کنن و یه چیز راحت بی
همین چیزی که تا هنوگا هم مبهمه و تا هنوگا هم که مبهمشی بوده که این فیسبوک ها که گوشن که خب یکی چه علتانی که ترامپ در انتخابات 2016 پیروز بود ایشیت که روسیه یاد از طریق اکانت های حالا جعلی یا به صورت هم سایبری یا یک سری اطلاعات چه فیسبوک ها زورد مردمانی سلایق ازانتن چطور کنه و بر اساس آیان تبلیغاتش کو که یک نظر نسبت به فعالیت های سیاسی ترامپ ها یک گشه جذبش کو که مردم باعث بنتن یه چیز رای بده و دومشی اصلا شما بچاری بازی حملاتی که اصلا بودتگت به نیروگاه های هسته‌ای ایران ها آمریکا از طریق حملات نرم افزاری کرد یعنی عملا جنگ نرم افزاری شروع بوده و قدرتانی هم که چی بوده مخصوصا هنوز اگر ما گنده اروپای تو که یک سری محدودیتانی که کشوران کنگن برای شرکتان خب عملا یه چیز احساس کنگن که خب ممکنه یه وسط بازی سوء استفاده ببینید چون واقعا یه چیز هستیم هنوز من یه چیز بجورت گوشم که شرکت ها کمپانی ها مثل گوگل فیسبوک یه چیزان منیته علایق و شخصیت ها نسبت به آچیزانی که من تو چاری استفاده کنی کار کنی شتر زانن چه میوتی خانواده میخوان نزامن تو چی چاره چی نچارن کجا رنگ چیه کنی چطور کار کنی ولی آیا زانه دقیقا آیا زانه من تفکرات چیه چون من تو چیزی که سرچ کنی من تو چیزی که گوگل کنی من تو چیزی که چاری درستی چیزا زانم بر اساس آیا هوش مصنوعی ها تو نشان تجزیه تحلیل بکنم و بر اساس اشان میشم واسه تصمیم بگیرن چی من تو بگنده چی مثلا دیم بده یه جنگ عملا شروع بوده چون که موشن آینده شروع بی مهربانی عالی حاج تاجداری وجه اشکان باید شما اگه بفرما سلام صدا و دیگه خواهتوار هستی باز مهربانی چشمای گپان باز آموزشی تا وجه سعید چند تا نقطه هستد و یه سوالی به شما اولی سوال شاید که اینستاگرام و فیسبوک تونه چیزان بین هم شیر بکنه پخش بکنه این قابلیت توییتر هم ها که بین یه دیگه جا هم چیزی که تا توییتر نویسه پخش بکنه یه جای دیگه بعد این نقطانی که من هستد شاید که هرچی که شما هم گوشته استفاده کنه که توییتر پا ماها مخصوصا بلوچان که تا حالا استفاده نکرده نظر من یه وحشی آموزشی تون کبی که چطور بودی خبران کوتاه و مختصر و سر هدفی که لورتین بتونه خبر و تا سری و کوتاه برسنه که مردم ها بانن تو گوش بکنن تو پوت هم یه طوری آموزشی بی که یه جایی روی خبر کنه خبر و تا مختصر و سریع بکنه که مردم ها خسته مبان گوش هم بکنه هدف و تا بتونه تا زمانی که هسته برسینه این لحاظ به نظر من واقعا وحشیم فرصتی که نباید دستی بده نقطه دیگری که هست همچون شما گوه حتی مسئولینان رژیم ایران هم استفاده کنم مثلا اخیرا من و تو پس از چنگایی که روگان باز فعالنا و تو راستی ولت تا توییتر بلا اخیرا من دیسته که امور خارجه ایران و فارین منستر ایران حتی هنچه شما گوه که هنچه مردم ها استفاده ای کنگه آی تازه که انگلیسی واشه په انگلیسی مقالان و تنویسی و خبران نویسی یعنی
یعنی حتی فقط ایرانی زبان هم که گندنتی مقالانی چیزانی که نویسی، یعنی ما هم تونه چیزم استفاده بکنه که به مختلفی هر تا کشور مختلف، چه ایران بی، چه خارج بی، چه کشوران اروپایی بی، به آن زبان و هم بنویسی که مردمان در حکومت کشورانه هم امکانی ها بگندن تی هشتگانی که کمپینایی که ماهله هم بتونه میچه کنه با زبان مختلف هم بنویسن که بیشتر مردم به دستش برسی. و یه نقطه آخری که لورتت بگوشم، همچون که شما گوه یه گروه کاری و بقیه هم گوشتش، یه گروه کاری باشین که نظر من پیم کنک ببی و به ای اعضان یاد دک ببی که چطور استفاده بکنه که بعد آیا هم بعد توانم به دگران هم یاد بدن، حتی آن که تا این گروه نه که بعد این طریق گسترش پیدا کنک ببی و بتونه هنچو یواش یواش خود بلوچان فعالتر بکنه در توییتر. منتوارم. مرسی. بخش اگه حوالان رو زیاد بودن. مهربانی و جهش کن چشمه گفان و جا بیجاد مایک شما گفرمایید. سلام و درود عرض کنم تمامی نندوکان که دانشتگان، چه جنیانا تو چه مردیانا. شما تقریبا منی آواز اشکنه گاه تور هست. سلامت باته و منی گپ فقط همشا و سعید جانا جتگا و منا باز ببخشه ما کم که لیت تو دیوان توکا و آخر هم کم که عشقو که رسانیان توکا مردم فعال ببی و مخصوصا تویتر توکا مردم گشتر فعال ببی که ادا یعنی اما گپ که مردم چکیدین گپ پایدا جانتے ہیں چونکہ دا بہت بکواس گپ نہیں فقط اما ششے کلمے بجا کہ مردم بسمجھا ونی من یہ گپ توقع من مرچی ماتلوں یا کہ مونتگوں یا کہ من دماغ نہ سمجھی خلاصے من یا کنچے ملک توقع ہوں اروپایی یا انچک شما گوا کہ اروپای نندو کے مردم مرچی فعال نہیں ہیں و منی جن تقریبا منی وتی شخص جن کم کے درد ہیں کہ واقعا یک کسی که بلوچی و بلوچستان لوٹوک بی بلوچانی و تنها یک گروپی یا که یک دماغ مردم یا که یک مذهبی مردم نچلی نراوته دیما باید درست ور ببین دستو هم ببین چون که یه شما شعار ہے و پد اروپای مردمانی شعار هم همیشه که هرچه که دلا هستن جرم نیستن بگوشی نیما مرچی همیشه بلوٹم بگوشم واقعا ما چطور با هم ور ببین که وعده که اروپای نندوکه مردم ها تقسیم کنند دسته دسته کنند اور رسانه من تمام چی گلیم هرچی که اروپای نندوکه بالکل من جند گله و من نه که ما تی گپا جنگانا چوبی توضیح دیگم اولا توضیح بدیم چون شما سرپد ببه من جند نه مذهبیه و من جند دارو شراب و بیرواره تبگر من شما روب باشه عبدال باشه شرابی باشه هیچ پروایی نیست من شراب و بیرواریم بله من جند یک دماغی الله داتا من یه دماغ توکا چله گویم مرچی میں بلوچستان توکا ما باید درستی مردم ور ببین و بلوچستان ها گریم و وعده که یک نفر ناراض بی و دومی نفر ما دست دلا کنه کچھ شیر و شکر ہے کنه یہ ہم نبی تک پتی آن ناراض ہیں و یہ پوچھتا یک قومی هستیں نیه رسانیاں شما رسانیاں واجه شما را خدا پاک باز اداعت و یا کول مردمانگا شما را باز شما را من نزانو چی بوشو نیکی بدنتے کول میں مردمانیگا بلوچانیگا نی همیشه اوشو واجه شما من یہ گپا گوشت کنه واده کول شتریں ناگل کول شتریں یا نا آکے گپ جن گئیں دیں پدیں ما شتریں اگر گپ جن گئیں
او خول ناغل غاول شهر نه که گپ جنگ بهتره پسندتره سند بالکل سند یوات گوڑا مردم یک رسانی و یک مردم گپ جنگ گوڑا اوی خول گپا باید بیارن رسانیان سرا و یه بله که یه مرد یه گپا جنگن یران خلاف او نه اداش بی او یه گپا ادا گار بکنه که مرد چی گپ جنگن ये یک ताबीज है मन हमें ताबीज दा गुस्सा मर्ची मैश में होती बलवचन तो का आस्ते मन न रजीम पाकिस्तान कोरिया तो ना मर्ची रजीम ईरान परचिक में वत छोटे मो ताबीज कर ले वो ये ताबीजन तो का मशमर हमें चीजों से 5 दकीकत में वक्त मोती वक्त शमरा वाश वाशी तोजी दे अगर जवाब याद दौत कने बेकोली मन जान दिल गोश मवर परची वर मगु वो ताना मर्ची मन यक्के राउ पुअर मन पुष्ट पदी असते एच मबीते बल मन संगत सॉर्टी असते अदागल ओन दिला म वाशकुत कनो के मोरेदा मर्दम असते म एच फर्क नहीं वादे कि यक रसोनिये फर्क बेली या दोना पर फर्क बेली मन गिलानी हमसे ने ये फर्कोनी मुताबिक तो का म कम किस्मर तोजी दत वो मर्ची फर्क चाहिए बेचा मन ये चीजा फर्क कनो और मन यक नोख्तिये गिफ्तक बीतक के शुमा वक्त दुरुस्त जाने अमी अब्दुल गफ्फार या मौलवी अब्दुल गफ्फार गुश्ते या हाफिज अब्दुल रहमान या हाफिज गफ्फार गुश्ते मना कार नेस्ते अर्चे गुश्ते बगुश्ते ये मर्दा यक बयानिये दातगा के येरान मैं वस्ता बहुत ताबीद करने गए वो मखसूसन रईस जुम्बू मान एदा रसानियन तो का नहीं बगैर के मौलवी मोहम्मद उमर आएगा या के मोहम्मद उमर है मन नजानो खाएं और मुल्ला ज़ई तकरीबन हमें ये यक ना ये मर्द खाउल जैन अमोदा फिल्म तो को के गोश्तनो को बेश करना तो वात वो तस्मीमा बगना अर्चे बीते अर्चे इश्तराब दौर भी या नबी वाज हो या हम मन करे नहीं असते मन माशमर पैसरा गोश्त मन इस्लामी मर्द में नहीं हूं फकत मन हमेशा लुटवा को के यानी शुमा के वत गेंदगो ये रसानियों तो का ट्वीट तो का खैर यक दकीकते वो वक्त असते गप्पा मर्दम बजाय ट्वीट असलन गप्पा मन जन गो मन रसानियों ने गप्पा जन का मर्ची बलवचे अगोई वस्ता ओ ये रसानिये के मर्ची खारिज मुल्का निश्तगा बनाम मनजान रसान या बनाम फलानी अर्च नाम एच मुश्किलें निस्ते वादे के मर्द फिल्म हंसते तस्वीरी और जिंदा मर्द घुस गए के बिया रिजीम और खुंदिये ईरान को मारा एवड़ा जुल्म कर गए मैं अपना अक्का न दे गए वो फर्ची और मर्द जिंदा वो मर्द वीडियो आस्तो सलामत दुरुस्त इस गौर नबीतियां फर्ची शुमा इशिया माइले वती रसानियों ने तुआका फकत नागल गोल बिकने को बगोशे के फिलोनिया ये वस्ता ये याक ओ एदानी ताबीज असम बेचारे ओ फदा दिलिया के डोलो डुम्बुकियो नोचियो यदगिरे का शुमाय रसानियों ने तुआका पक्षा नि एदा आगा जान शुमा मना तोजी दात कने के ग्वास्ट कने वगन मा वक्त ताबीज़म खेलगोए या नए लगोए फर्चे बेकुदम दलील आया अवरूपा मारा इजाजत न जानते याना के मारा इजाजत जानते ओ माच वता तोरसे अर्चियत बोई दिल जोरत बगुशे सॉप बगुशे परचे एदा मुल्क आजादी मुल्क के ईरान ने इदार कसा की आस्ते पर नजर वती अक्के नजरा उती का बेदांते अर्चे कोई दिमाग तो के मेहरबानी वजह अब्दुल सलामत पे दगे 200 सेकंड है बस वो मन ये चीज़ा कम के मातल बीतू हो या शुमार ये मर्दम गिर जाएगा मैं शुमार तोड़ते यानक शुमार वत आगे ताबीज करने का है यानक शुमार दगे टवटलिए जाने का है उसे ग्वास्ट करने तोजी बिदियो सलामत बातें बेबख्शे हम अगर तुरंत देता वो भले मनी जले गाप करता हम ग्वास्टा के चूँकि आज़ादी बयान आस मेहरबानी चश्मे गाप मनी हाला वजह नक्शबंदी गाप फिल्म خبر مدام پخش بگم فقط وبسایت ها نوشتم اگر یک بری پخش نبودن که حتما کمکاری بوده ولی بلوچستان مسائل مشکلات پاکین مشمی وظیفه که شانا تو سوشال میدیا باید منتشر بکنیم وجه ملا زی مارک شمایی
واجه السلام علیکم درود تو درهبات منی آواز پیدا گی؟ تمار هسته ها. بس سلام پیش کنم پاکی دیوان حاضرین مهمانانا و شما پاک واجه کت خدایی و خاصی مهمان واجه سید جان تاجداری که مروچی همه گپی جتن که درستان ضرورتتن و به قول واجه بندوی باید این چیزی که آخر گوشه بود باید اول گوشه بودی زوم اول سرا یک گپ گوشه بودی را بله پدا هم ما هم لحظه که کم دیرتر یهتی نو ادا هم دستبندی انت واجه ها بله پیسر من کم که هم روف جانا هم وتی هم ناما سلام پیش کنم واجه با وتی دل درد درشان کتن چونکه پیسرگین برات پیما واجه گله کت و انشاءالله که چونه ما شما دروگ امواریم بلوچستانه و میشمی درستی مشکل یکا میشمی مردم درو بند زندان بند مشکلات کشن دروی دردام ما شری داری و هر کس وتی زبانا وتی حسابا این مسائل منعکس کن و هنوشی هم شمی نظرت شما را هم شاباش باد که شما یه وتی گپ کد اگر یک رسان کی و اگر یک برحال رسانه کمتر گوشته انشاءالله که دیمترا درستانی خبرانی بیان کنو که بند درستانی دردان بلوچستان یک مانندن بله موضوع اصلی مروچی همین آیتی و فضای مجازی و همین رسانکانی باید گوڑ من گوشان که انشاءالله آخر سر پدا واجه سید جان همشانم به طور خلاصه جنبندی کند یک دقیقه یا 2 دقیقه به هر کجام چیشا 1 دقیقه 2 دقیقه پدشان جنبندی بکند که لحتی رسته و لحتی نرسته و ایده گوشت واجه بندوی جز کد یک گپشان خامنه ای جز کد تو اگر رهبر مبوتینه و لیدر مبوتینه تو گوڑه چیه اگده دار زورد تو چی زمواری زورد گوڑه آیی همی آیتی و سایبری نامه گرد گوڑه من همیشان رهبر بودتو همیشان لیدر بودتو گوڑه واقعا همی هم مهمند و باز هم چه حقیقت دور نه اگر بگوشین که ای رندی نتنزا یا فلان جاها تیر و تپنگ و هواپیما نشدن بلکه همه آیتیان تنتو دا ایران اتمی جاگاه ها اثر زورت و باز این چیزی چه جاها تگله تو دیمگیری بود همین راهان تا نی یک گپی همیشد که واجهش شیه جنبندی کند آخر سر پدا 1-2 دقیقه هر کدام چه فیسبوک و تویتر و اینستاگرام یه واجه شان که گوشتم و دوم ایشی که شما هم همه پیم که وقت هم گوشت شما را تیم نیستد گوڑه امیتن دیمترا ایوتی گپانا هرگو آدگش می سنگت دوستان که این مسئله یا گو شما هم فکره عملی لحاظا هم به طور مثال درور نمونه هم لحظه گون که هنچو که یوتیوب تا هست ادا و ادا آموزش دیا شما هم توانید چون که شما میگم به زبان ساده برای بلوچانه هنچی درور نمونه و عکس و خردوکیم فیلم هم هور بکن و آخر سر همینی گپ ایشند که اگر ضرورت گوڑ باید هنچو یه دوره او که بل خارج از زوم ها اگر بل اگر شما را تیم هست و شمی فرصت ها همی واجهانی که دا لوتن بهر بزورند شما به صورت واتساپ یا دیگه ذریعی خارج از شی که هفته په هفته چند ساعت تا چند روز تا لحظی مسائل که چو آموزش ده
اگر یا وحدی بله شی هم مناسبه. باز من نتورک منای وحده یک بود. سلامت باشید من نتورک. مهربانی واجه مولازی. واجه تاجداری تا گپی ها؟ جی ها، من دیگه سنگ تو واجه هستن که دست برزن من یلا واجه ملکا هم وحده بده که من ای واجهانی که جستش کتا من یادداشت کتا که پدا یک پیک منش پدا توضیح بده. نه پدا نه نوبت عبدالرؤوف بگیم دیگه عبدالرؤوفی البته سه عبدالرؤوف دستی باز. اوکی برای اجازه بده من اشان سلام علیکم. سلام عرض کنم دیوانه و باز منتوان و باز کات خداییه که تیم بیدا من باز جوستنی من فقط شیخ سعید جانه چی داته به سوال که ما باز اگه هنچی فایل هسته که نحوه تشکیل اکانت توییتر و نحوه استفاده آموزش توییتر فارسی زبانه تو گروه واتساپ گروپان تو که جایی بکن که ما بوان مطالعه کنیم و چنان نحوه استفاده شانو باید من جزم شه آی مولازی کم که گوشت که آموزشه ولی اگه فایل هم هسته واجه تاجداری فرم در کازم شیم گروه شانه به اشتراک بلی فایلانه من ممنونم بس و باز منتوارم متشکر ممنون. مهربانی واجه عبدالرؤوف. واجه ملک زنیدی تو هم دیگه اپام بکن تی دست برزن. سلام و درود بشون دیوان سنگتان کنشتگند منتوار که من پرسته داد منی توار شهر پیداگی؟ توار هسته ها. سلامت باته منتوار بشون که وجه سیده و مروچی بوتی وعدی داد و آد کو باز وشنگ افتن جایتان تی ما سک باز استفاده کو چی که ما را تجربه نیست چه یه سوشل میدیا که مروچی این سوشل میدیا و ما درست آنگاه که اهمیتی سک بازی چه حتی وعدان که مردم اگه اخباری اشکتا از طریق تلویزیون یه دیگه چیزا میته مروچان دیگه سوشل میدیا اینا و مردم 24 ساعت اگه به جایی که برو یکی تلویزیون بیچارته اگه تلویزیون هم چارگه مردم موبایلی دسته نی چارگه هم زمان هم چیزا نه که تو اگه بلوچ یکی اطلاع رسانی بکن تو سوشل میدیا اهمیت بزنته و واقعا سکی شهر این کاری که شنکه ما لازه اوتی حالا درای دنیا شنگو کود کنته آی محدودیت هم نسبت به یه دیگه رسانه هم کمتر رسانه که اگه بیتیم و بلکه یک دولتی که آی سیاست های منافع دیما بارته یا اگه اما شخصانی که هستن بله سوشل میدیا تو نوتی خبری که اگه روچه اتفاق کسی کن یا مثلا مکران یا بلوچستان حالا هر نقطه کپتا تو اما لحظه سیگ بکچه اتفاقی کپتا و اشیا پدا تو شنکو تا امکنه که مردم زید سیگ بود پدا گپشن که مشموات هم انقلاب ما زمان گنبته ولی 50 هفته هنچو که وازین وادن زمان که سیجته که ما چون رو چران صحیح بیتیم که ملک انقلاب یاد که ما رو چه که ما لازم هم تو صحیح بگه سوشل میدیا برکت نه گپشن که وجه سیده واشی گپیجت که سوشل میدیا بازن که ما رو چه هست اینستاگرام فیسبوک و رسانه چیه مختلفی هستن که اپانا که شانه که مثلا چی هستن بله درستانی مروچگین که سوشل میدیا اهمیتی گشترین برد سیاسی که بازی هایی و توییترین که ما ای که خارجا کات کی می توییتر که اسم که هم ورد که بجنی اولا من 2014 ندارم موبایل زورته که اندرویدی همین مورگو که یاد نه ما این مورگو چیه ما این مورگو اهمیت نزان بله مرچی مزانه که مورگو چه اندازه اهمیتی هسته و تازه ما هم دیر فهمده کاش که ما روچی ما بزنده این مورگو ما بزنده که چه اندازه مورگو که از رنگی بله ما تازه دوسته ما این دوسته من همه چیم اکانتی بیتم من این اصلا کارمرز نکده و ندام چند ماه پیسر گوشت تو پان تویتری هستن و سنگت هات کن تو گوشی اشتگ جنه مثلا منطقه تو این اشتگ چیه ما هر دوا چیه گو رنده بیر که ایشی اهمیت این چوب بازه
و هنگاه هم دیست که یک توپان تویتری بیت و منیاله سنگتی هم هستن و دست دارن که ماری گوشت منیاله اصلا یک کار جند هم باید دیم آورد و فکر کنم امی در بابی گد واقعا هم اگر شیعه امی که رسان تویتر تا داگ بیت و یا اشتگان جنگتن این توپان تویتری راکب تو این مسئله همین چو برجسته بیت و مزن بیت آخه امی رسانه هانی که ایج و بلوچانی خبر ندهند شما مجبور بودن داده من رادیو فردا حتی این خبر اوندی تو دیگه هم من یلا ایران انترنشنال اگه سنگتانی که هستن ادان دیده که دیگه جای رسانه نزانواره بله من یه دوی رسانه اندیستم که یه خبر مثلا دیگ بید یعنی چه این واجه نزدیک 1 سال و 8 ماه یا 2 سال بی بنده شیعت عالم ملکت تا هم در نیاد کرد بله یه تویپان تویتری همه کار کد که دراین انترنشنالی هم رسانه هم شان داده و سکیم باز اهمیتی هستن ایشان که ما خارجان و منیلا سک نیازی هستن که خارج نشینان که دانند یه کارمرز بکنند این بسیکنتی کارا منی بودی هنگان شهر نزانم و چه واجه سعید دستبندی کنین که ما را برای سوشل میدیا که یک اطلاعات دادن محدودی سک واشتن بله من چه واجه دستبندی کنم که انچین کلاسانی بیرلند و دیمترا مردم شان شرط سوها ببیت و بزانت بودی سوشل میدیا کاراش تو دیو بارت و از لحاظ امنیتی چطور ما مثلا سیکور ببین که ودا مثلا ما مطمئن ببین که وی شیو ما روی دسته های موبایل چطور شیو ما کار مرز بکنیم چه داوا ببیته چه که ما باز اینی هم جمع تو که هستیم و ما زانو که بودن آیم باز یه چیزای اطلاعات هست زاننده ولی چون من رنگینه هم چه واجه سعید دستبندی کنم که یعنی چی کلاسانی بیلیتین و ما یه چیزانی بسکن و استفاده بکنیم منتوار واجه سعیدی که مروچی وقت دادگرد و آد که دیوانا مرل نوتی که اطلاعاتانی که هستند دادند منتوار شوه سلامت وقت واجه منی نیواجه میکروفون پری مهربانی سلامت به جان شما پاکانی منتوار مهربانی که شما وقتی وعد اشتغلت ادا کردید منی آوازی آگی؟ تی آوازی آگی ها یا کامه ها تی آواز هست من هم منتوار مهربانی چه درستی واجه که بانوکا شپی یه دیوانه یهتن تو منی کپی چوندی گپش هم اشکوتا و امیدن که شما دردا وارتا ببند تو مفید ببند من وشال بون یه چیزا من ادا بازین واجه یه جست کتاگت من یکا سعی کنم چو پسوی بده واجه اشکانا ادا جست کت من باز وشال بودم که سنگت اشکانی آواز من هشکت و من دیر آواز نهشکت اگر تو امیدن که دائما جاندرا و سلامت بی سنگت اشکان جست کت که اینستاگرام فیسبوک مردم تونتن که پستی یا استوری چیزی یر کنتن یا اینستاگرام یا فیسبوک اونگو تراوات گوشی که تو توانه مثلا اشیا فیسبوک مثلا شیر بکنه یا واتساپ مثلا شیر بکنه ولی آیا چه توییتر بیت دیگه جا البته اونگو شیر نبی اونگو مستقیم یر کنک بی شیر کنک و مستقیم یر کنک بس فرق نه آیا توییتر بیت یا نه چه توییتر مستقیم تو نتونه پستی که تو یر کتا تا جا که من دانم یه چه بی چیه چون یه چیزا دلگوش بکنیم فیسبوک یعنی هم توییتر هم واتساپ فیسبوک اگه و آیا تقریبا یه انتگریشن کتگه ادغامی کتگه وریگه که بتونن کاربرانی که اینستاگرام تو کند عکسی استوری چیزی یر کنن مستقیم بی زحمتا اگر اکانت فیسبوک تو که هستنی و
فیسبوک اکانت فیسبوک تو کسی راحت بتونن اشان آنگو هم شیر بکنته، ولی توییتر را تو نتونی همزمان چیزی که تو توییت کتا آیا برای فیسبوک تو که چیه مگر اینکه رنده پده شیری بکنه وقت، یعنی بعضی که تو توییت کد آیا برای شیر بکنه، شیر کنه که امکان هستی، شیر کنه که بسیگه تو هر نرم افزاری که تو آنگو یه اجازه بده تیوتی گوشی تو که بتونه شیر بکنه یه چیز بی، ولی مستقیم یه امکان نبیده و توییت کنه گو متن کم ما سک مفیده شی من گوشی اصلا کلا مردم ها کم ما یه توانایی دانته هنچو که تو گوشت گو کمی وحده یه گپی مفیدیم بکنته ایشی هم سک شر ماشما توییتر را برین حداقل ایشین که اگه یک جایی یه جلسه یه چیزی ببین یکی ما رو 2 دقیقه وقت بده ما بتونی 2 دقیقه تو که دقیقه نا هدف و گپ و چیزی که ما را هستیم کوتاه خلاصه مفیدی بگوشی و اشی که ما گوشت که مسئولا واقعا استفاده کنگن رژیم جمهوری اسلامی چون اشی اثرگذاری گندگن و احساس یه حضور و تیگه کنگن که باید ببی اهمیت یه سوشیل میدیا گندگن وقتی که رژیمی که دیکتاتوری منیتی براتا گوارا مردم هر روز جنت کشی آئی ادا هورن تصویت که وقتی فیلتر کتا کرشون بزنی کشی ساکی مهمی جایی که آیت که ادا هور بودتا که ادا همتی گپا بکن تو سیاست دیگه ما ببارده. ولی خب هستن کسانی که در مورد همین توضیح ده گوشانی هم گشت سنگتانی هستن دا توییتر تو که من تونو بگوشم که فعالیت چمنا بازگشترین من ممکن آده با وحد مرسی ولی خب ما سعی کنیم میشه چیزی که بودتگن همکاری بکنیم البته شیه هم مشه می یه دوی هشتگانی که ترند بودتا ما انو چارت می سنگت فرزین کت خدایی هم ده آیی کل یه باعث بانیه که یه هشتگانی دیه ما برگ و ترند بوگ من تونو بگشم که می سنگت فرزین بودتا و ما باز منتوارم چایا پرچه که می بلوچان چی پایگاهی نیستیم تویتر تو که و سنگت فرزینا یه زمواری زورتگو تویتر تو که اینگو آنگو هر نیمگا چه کردان گفتا عربان گفتا ترکان گفتا مشرقی بلوچان گفتا شنگو ما ارتباطی هستیم و آیانی گوشتگن که یه هشتگ یه ساعتا مثلا قرارن که جنگ ببی تو تویت کنگ ببی شما میگو ما همکاری بکنی و سنگت فرزی ما بودیم ما نتون تگه یه کارا بکنه و ما باز من نتوانم چه سنگت فرزی نه و امیدیم هم که هر سنگتی ها یه زمینه مخصوصا تویتر هم جسی هست سنگت فرزین یه چیزا چه من اگه اشتر زانتن و تونتن سنگت هم کمک بکن اور جا عبدالرؤوف بیجا دا یه گپ کد که پرچی رسانه های تابعی غالبا من یه چیز نه ما اگر تو یک چیز دقت بکنه همین هشتگ فریکوهی و جا مولی کوهی هم یک شخص مذهبی می اساسا یه چیز مهم نه فکر مکنو نه تنها یه چیز هیچ بلوچی که مخصوصا در ملکا نشتگن مخصوصا اگر کار فعالیت و رسانه‌ای کنه مهم نه یه چیز می واسه اولویت بلوچی و اگر یک جای ما شما بگین که مثلا یک خبری شنگ نبگه یا نبوده اشیا منیالا ما شما وقتی ذمه هم بزانی هر فردی و تا یه ذمه هستیم که یه رسانیانی که دا هستند فعالیت کنگن چه هر نیمگاه چه بلوچ توار رسینگن آیان بگشی بلکه آیان هم دستگرتی هست و یه چیز هست ما شما پاکن زانیم و آیان تحتالی بدهیم که یه حال هست یه اتفاق هست کپته اشان باید گشک ببند و یه چیزا که آیان بگشه حتما یه کار کنگ بند یعنی ما یه چیزا محدود برای چند نفری که فعالیت کنگه مزانیم و شما را هر یکی که ادا هستین ذمه ها په هر بلوچی فرق نکن ما شما وقتی بلوچستان آینده لوتین گوهر رنگی گوهر تفکری گوهر اعتقادی که هستینه می بلوچستان رنگارنگی و ما همه بلوچستان لوتین که گوهمی رنگارنگ ببین
نه سیاهی ببیت نه اسپیتی ببیت، نه گو همه رنگی که هست هر کس ببی، گوتی تفکر گوتی عقیده آجامی تو که زندگی بکن. مهم میشه که ما شما بلوچی و فکر مکنو هم حداقل یک تبعیضی رسانه‌ای که در هستند در چه ملکا بوده ببی، تا جایی که من زانم من کم و بیش دنبال کنم سنگتا یه چیزا ادا شیر کنگن تو اشتراک لگن و اگر چیزی کم بی کسریه یا جای ما گندگی خبری شموشک بی ما شما وطا را هم یه چیزا زموار بزانه و آیان بگوشیم و خبر آین واسه دیم بدهیم و سعی بکنیم که یه حداقل دان همکاری ها گوی سنگتان بکنیم. ما شما پاکن زانه یه رسانه‌ای که بلوچانه گم اشان درآمدی نی، شون یک ریالی چه یک کارا درآمدی نیستن، شون چه جیبا خرج کنگم ما شما وقتی وقتا لگم درستی چیزا لگم و ما هم سعی بکنیم که یک بحثی چه فعالیت ها هم وقت بزرگن و یک کارا بکنیم و حتما هم درستی بلوچان که هر مشکلی بیته بلوچستان تو که یا هر جا یه رسانه ها که بلوچان کارا کنگن تو بلوچستان توارا شنگ کنگن آیان توار هستند تا جایی که بتونند یک کار انجام دهند. و جا عبدالرؤوف ملازعی هم گوشتی که یک جنبندی گوشک بی جی اوکی من شیگرا آخرا یک جنبندی هم کنون و گوشتی که آموزش ویدیوی شام بی آموزش ویدیویی من یالا مردم گوگل ها سرچ بکن بازی نی هستن حالا بلوچی زبان و نی شاید این که ما شما بلوچی زبان هم یه چیز عده بکنیم حالا ما وقتا رو بشم ولی خب انگلیسی زبان فارسی زبان یا هر ملکی که ما شما نشتگین و همه زبانی که ما را آشنایی هستن سرچ بکنی یعنی هزار آموزش ما شما گنده مهم شین که می حب ببید تو بلوچی ولی خب ایشی که آموزش در مورد امنیت اطلاعات ببید تو یه دیگه چیزانی واسطا حتما یه کلاسی ببید تو چیه ببی ما شما را یه وحد ببی و سنگتان و جانم حبی ببید ما شما توانه هماهنگ بکنی و کلاس بلی حالا 1 ساعتی 2 ساعتی مردم تونتن یه کلاس هم بلی هم دا زوم تو که هم تونت بلی تیم نظر شهری و تونه در اسکرین شیر بکن تو چیزانی که لوته ما شما یاد بگیریم یه چیز انجام بدهن یه دابا و تأثیری هم هستین تو سک شهری و من نظرم مهمه اصلا ما شما باید یه چیز هم بزانیم ما شما هنو دیگه جنگ نه که یکی توپنگی بردا بکن تو بروتون و آنگو چیه بکن هنو جنگ مشمه جنگی که رسانه انتو کن هنو هر کس دنبالشین که یک جای یک تریبونی برسیدی که گپ بکن چه ظریفی که گفتا جمهوری اسلامی وزیر خارجه این یه ته همی تویتر تو که وقتی گپا کنتن بر علیه آمریکا و علی هر جا و هر چیز که زانتن یه اونگو گشیدتن آیا چون زانه ایدا تواره گنده و آیا هم دقیقا هم تویتر تو که یا هم تویتی گپا کننتن ما شما یه چیز سک دقت بکنن و بزانیم که هنوگین شرایطا ما شما هم یه شرایط تو که هستیم بتونه اشیا به نحو احسن استفاده بکنیم و جا عبدالرؤوف هم گپ کتگت و جا در مورد نحوه آموزش و ساخت اکانت و جا نظرزایی عبدالرؤوف نظرزایی که اکانت توییتر فارسی زبان اگر هسته جی اوکی من حتما دیم دونتی واسطا و تو تونه بگینده و یه دیگه سنگتانی واسطا هم هستن البته گوگل هم مردم سرچ بکن راحت هست یوتیوب تو که بازی آموزشی هستی چطور تونه اکانت اد بکنه چطور تونه استفاده بکنه یه چیزا هنو سوشل میدیا تو که درستی آموزشان و یه چیزا هستن و حتی اگر مردم هم زبانی ها که هستن زانتن ولی فارسی زبان من ازانو به صورت رسمی توییتر وقتی آموزشان تو که ببیتن بله انگلیسی ها آلمانی ها سوئدی ها یه دیگه زبان ها وقتی توییتر جنده میچی هم هستن فکر کنم به صورت هم آموزشی وقتی بلاگ تو که بلاگ ها آنگو یه آموزش داتا گنته و هستن یه چیزا نو اگر دیگه آجان گپی نیست من کوتاه فقط توضیح جنبندیشان بکنن و بگشم و گرایش بگین دیوانا هم ما شما بند کنی و من یلا
من ناصر دست برزه پیش چیزی که تو جمع بندی میکردم همچنان ناصر ممکن جوستی ها سلامت جنبندی و تیگه بکنم فلوته تیدا من فکر کنم واجه نوش بسنگتی اوفام یا سوی تفاهم بود تک نقل کل بوشتی مش بسنگتا رسان که یانکتش مولوی یا که باید همیه دا ببی یعنی معمولا رسم خبرنگاری و چی هم شد که اولا یکی که خبری پخش کته آدگه که پخش کنتید چه خبری چایی گیبته اگه خبری واد در گیبته همه تایمینگا و بهتی نامی داتیم ولی درست هم شد کمانت داری ببیتین و یه شاکی شهرین کاری کته که مثلا نقل کولش کته چه واجه مولوی محمد عمر پچه که اول آیه پخش کته باشن چه آیه دیته و با چه آیه نقل کولی بکنن تین یعنی شی شک مهمه لازشی که دنیای رسم هم شد و از حقوقی هم میدابه یعنی اروپاش جور میه یکی خبری پیسر پخش کته یکی بده رو پخش بکنم آیه نامه مداته مگر این که آیوتی دلجمه که خبر آیه مستقل رسته و مستقل آیه مثلا وقتی جدا سری کار کته بلواد یک مثلا هم شیک مشابه بلوچین خوب خبری پخش بود آدگران هم فرصت رسید پخش بکنه سک شهرند و باید نقل کول بکنه چاپی سری مردم و ماشوا به همین شکل کار بکنیم ماشوا باید مثلا یک سری روشان مناسبی که مرچین دنیای مسئله حقوقی اند خبر حقوقی اند تزانو اقتصاد حقوقی اند هر دابی حقوقی بیتند که محترمش بلند و من باز شد که این شپی درست گینا ماشواره جلسه دوست بود و اتوا سعید جان همشی سر کار کنتن و شری سرشان دیم و بارتن و سنگتانی که گشتر ترینیگی شپکارین آموزشش پکارین تطمع این باری هم ماشوا فکر کنی سلامت و مهربانی ناصر البته کسی دیگه دست برز مکنده که ساعت تمام بگیم بخواستیم شما عادت بکنین که منظم ببین معمولا ساعت نزدیک نورسی باید پیش اعلام بکنه اگر شلاتی مردش تو گل نکنن ما شما باید شهرین به صلاح روش فتی جامعه تو که جاته گلده ببخشید سلام معمولا مردم آخر و یه عادت هم مشوول مردم جوستان فیصله بکنن و سک مهم نه یه گپی منو ها بلوش ووس ها گپی بگن تو چی ها بلوش ووس شما در مورد همی مولوی کویی یه گپی جه که ما هشتگ یجته به نام مولوی کویی درستی؟ جی ها درسته فری کویی چیه بی نتیجه ای؟ نتیجه البته فقط صدای رسانه گه 6 سال حکمش ندا؟ چی باشه؟ شما هشتگ یجه گروه نتیجه ایشی بی که 6 سال حکم زندانش داد نه نشی من فکر مکنم چه هشتگ نه شم هشتگ نه همه چی سیاستان دیما برای در هر صورت دیما برای تو پیسرش حکم نداده من تایلی لطفا ببخشید عجب بلوچ دیگه چیزی خیلی موضوع بحث عوض کنم میگم همه جان اوکی ولی ما هم شروع شدن نشی مفاق کوتاه گوشم بچاری هشتگ جنگ دلیل بر ایشی نبید که هشتگی که جنگ بوده گوره رژیم حتما باید همه چیزی که هستید باید اجرای بکن چون هشتگ جتا گوره کار نکن نه مهم ایشی که تواری که قرار این دنیای تو که چه طرف رژیم بایکوت کنک ببید تو یه دیگه رسانه‌انم مثل رسانه‌انی که حالا میلی یا انت خبران رسینن تو بلکه می بلوچی رسانه نبنده ما بیایم و تی توار دنیا برسینیم که آقا یه اتفاقات هستن یه چیزا هستن به طور مثال شخص نوید افکاریه اتفاقا آی تا روچ مرچیگا هم هشتگی جنگ بیت اعدامش کو خب یه دلیل نبی که ما بگوشیم چون اعدامش کتا گورا مردم نباید هشتگ بجنته یا شی که وجه مولی کوهی گورا ما مثلا هشتگ جتا گورا پچی 6 سال زندانش داده ولی مهم ایشی هنو دنیای تو که اگر یکی بیت یک سرچ هوردیم بجنته یک اطلاعاتی چه افرادی که به صورت هشتگ جنگ بند چه حمیدالله اربابی چه مولوی کوهی یا افراد دیگری که دنیای تو که هستن آیا اطلاعاتی بیت چه آیا زانهشان کیان چه چیزانی بودن چه اتفاقاتی کبته و دوم رژیم یه چیزا هم هنو اگر پیسه را
مولوی کوهی توار هیچ جا شنگ نبوده ممکن بوده آی زندان تو که هر بلایی هم سر بیاری، ولی هنو چون آیه چیزا هم زانن جامعه جهانی شی که ترند بیبیته یا چیزی و آیه زانن آیه سر حساس با آیا هم ترسن یه چیزا آدابا نکنن که مثلا چی بیبیتن که باندروچ در جوامع بین المللی ممکنه مثلا به خاطر همین چیزا محکوم کنک ببن و در صورتی که هنو هم سازمان ملل تو که خب محکومش کردن به خاطر همین نقض‌های حقوق بشری. حالا آیا در حد بیانیه با یا هر چی با ما کار نیم می هدف ایشین که رسانه‌ای کنک ببن. حالا آنگو پشتا چه اتفاقی کپید خب من دست هیچ من تو هشتگ هم مجنه مولوی کوهیه که چه رژیمی نیمگا گرگ بوده 6 سال تو زندان هم ممکنه بدن تو هشتگ هم بجنه یه چیز بی، ولی هشتگی که ما جتا دنیای توارهش کنی. حداقل که یکی سرچ کن 4 خبرنگار ژورنالیست زان مولوی کوهی کین و چیه گرگ بوده باند روچ به اتهام‌های واهی که رژیم هر روچ منطقی بلوچ واسطه ادکن نه تو هنوشی سر بجنتی نه تو مولوی کوهی به عنوان یک تندروی مثلا معرفی بکن تو نه تو مثلا آیه بگوشی که ها تو به انگهای مختلفی که بلوچان جنتی آی سر بجنتی چیه چون واقعیت رو بوده ان تنها کاری که کتگی حکم زندانی داتی می واسه مهم ایشیه رسانه‌ای کنه ایشیه ما دنبال تغییر دهگ تصمیمات رژیم چیه نه چوزانه که ممکن رژیم اصلا می خبر گوش مکم ولی می هدف ایشین که ایشی رسانه‌ای کنه ببین همشی فقط مهربانی گپانی که کلن ما شما ایشپی کتا من سعی کنم در حد 5 تا 10 دقیقه تمامش بکنم که شما بعدا هم نگرم. ایشپی دیوان کلن مشمی بونگا پیشیت که یه سوشیال میدیای اهمیت بزانه و مهمتر چه آیه ایشین که ما چطور اتر سوشیال میدیای تو که مخصوصا توییتر سازماندهی بکنه که هنچوش که ما شما گوشت ادا و یه چیزا هم شما پخ کن زانی که توییتر یکی چه محلی یک چه سوشیال میدیانی که تمام فعالین سیاسی ژورنالیست و تمام یه چیزانی که هستن فعالیت کنگن آنگو اکانت ها فعالن چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم و شرط این که ما شما هم آنگو ببین ولی خب آنگوی بوت فقط مهم نه مهم ایشین که آنگوی بوت ما شما یک سازماندهی ببین یک هدفی ببین که بزانه که یه حضور مشمه سوشیال میدیای تو که مخصوصا توییتر را چی کنگ لوتی ما را هنچو که هنو دا گپ کنگ بود ما حد اقل کاری که تونیم بکنه ایشین که جنایتی که رژیم کنته آیه ایدا بتونه برملا بکنه چیزی که ممکنه 20 سال پیش را نبوده مشمه بلوچه هر روز اونگو جنگن کشگن بله هیچ کس دنیای تو که نزانته که یه اتفاق اونگو کپگن دنیای همانگو ایران تو که یرگ مردم نزانته کسا بلوچستان مردم که تو چطور کنن چه اتفاق کپگن شد تماما مزیت همین سوشیال میدیا بوده که هنو بلوچان زانگن بلوچ که و چه ظلمی این سر بایگی ایشی من نظر یک مزنی کدمی و ایشی که ما هنو سوشیال میدیای تو که هست یه مزایان گندگی یه شهریان گندگی بله آیه استفاده نکنگی آدابی که باید ببیده من نظر ایشی مزنی ضعفی و باید ایشی اصلاح کنگ ببی و بتون آیه شهری سر استفاده بکنی اما پیسر چه هر نوع استفاده چه سوشیال میدیا ما را باید یک حد اقل سوادی ببی حد اقل سوادی حالا ما اگر هرچی وانگ نویسک بزانه ولی خب سواد سوشیال میدیا استفاده کنگه مبی خب ایش یک مشکلی میواسه ایجاد کن مشکلی چیه ممکنه یه سوشیال میدیا تو که چه ما سوی استفاده کنگ ببی سوی استفاده کنشه که ما حق کنگ ببیم اطلاعات سرقت روک ببیم ما دیگه مشکلاتی بر بوده امنیت اونگا مشکل ببیده اشان سک مهمه هنو همین رژیمه چه ما تلفن و موبایلی که ایران تو که می مردمان دستان بدون آگاهی بدون شک سوادی در مورد یه اطلاعات ببیده استفاده بکنه رژیم راحت تونته آیا کنترل بکن خب اشان سختین چیز نه اشان سک راحت هم ما شما کمترین چیزی ها
و کمترین دقت یا تونه بالاترین امنیت ها چواتی اطلاعاتانی که هستن استفاده بکنن و آیا بتکه را مهر بدارین. هر کس کشی منا اطلاعات مهمی نیه چه دست دیگه همه وادی متوجه بی که منی اطلاعات مهمه که یکی چایا آیا اطلاعات ها یکی چایا بگیری یا سرقت ببا یا بتون تن چایا سو استفاده بکن گر آوادی ما شما زانین که ها ما را هم اطلاعات مهمی هست. پیچه من بازی نگم گفت طرف یاته باشه من چیش من تو 4 دانه عکسم که من اینستاگرام هم پخشم حالا 2 دانه مثلا مسیج میشه من هیچ نی یک تو بارته هم بارته ولی آدی که به بارته گرو نوکی زن که چه فاجعه پیش یاد کرد. مهم پیسر چه هر کاریا شین که ما شما وقتی امنیت اطلاعات را حفظ بکنی امنیتی که ارتباطات تو که هستن حفظ بکنی که هر نرم افزار یا اگر قرارن که ارتباطات مهمی ما رو ببندن که بلوتن که مثلا مردمی ملک تو کن آیگوم ارتباط بکنی و هر نرم افزاری ارتباط مکنی. هنچون که من گوشت مهمترین یعنی شرطترین افزاران که تا هنو یه چیزا حداقلشین که مدعی هم و همیشه که یه دیگه متخصصی بودتگن تست اکتگن تو 4 تگن سیگنال کنفایده یه دوی نرم افزاران برای ارتباط داخل مردم استفاده بکنن بهترین چه نزانو تلگرام و واتساپ و یه چیزا خب آیا هم مدعی هم برشی که امنه ولی خب نه یه دابا نه هنو هم یه خبر خب حتما آمد من که در ملک هم وانتگی شد چیه بود تگد که رژیم نزدیک 5-6 ساله چه فعالین سیاسی و چه ملیتانی که هستند و در ملک هم مخصوصا بلوچان هم و همین نرم افزاران جاسوسی کتگی و تون تگی مشم اطلاعات حالا هر کسا که مثلا یه کمترین چیزانی که بودتگن رعایتی نکتگن آیانی مکاتبات و چیزانی که بودتگن شنود بکن و مهم یعنی راحت ترین کار ایشین که یکی مثلا حمله فیشینگ بکن. فیشینگشن که یک صفحه جعلی ارده بکن شبیه همه چیزی که تو همیشه تو که وارد ببتی رمزا ده و پسورد میچه اکانتی آدرس ده یه چیزان ده حمله فیشینگ بکن اشان به دست بیاری تو استفاده بکن یا چی که نرم افزارهای غیر معتبر چه جای غیر معتبر رو دانلود بکنی ایشی مخصوصا نفراتی که ایران تو کایم ملک تو کایم یه چیز دقت بکنن انچو پیسرا منگوشت چه پلی استوران رسمی همه کمپانیان دانلود بکنن چه ایرانی پلی استوران ما شما دانلود بکنی یه چیزا من شما را قول دارم که هیچ تضمینی نیست که شما اطلاعات دارک ببین حداقل ما نرم افزاری که شما استفاده کنید یه چیزا سخت مهم بزنه و سازماندهی سوشیل میدیاشون که ما را همیشه باید کمپینی که هستیم بر اساس ما هدفی ببی حالا یکیشی خب منوعد نیست و نظام یه چیزا که مواد برام کمپین اد بکنه یا هشتگ چیه بکنه برنامه‌ریزی بکنه نه اصلا یه چیز هنوگی بحث ایشی نه ایشی من فقط به صورت کلی توضیح داد مهم ایشی که هشتگی که برنامه‌ریزی کنه بی آی واسه توییت کنه ما شما هور ببین ما شما هنو دوی هشتگانی که جنگ بودن ترند کنه بودن اگر بس ما وقتی بلوچان امیده بنشتینه 1000 توییت هم بلکه نرسته یعنی هشتگی به 1000 هم نرسته یه چیز واقعیتی ما شما اصلا هیچ پایگاهی تقریبا به شکل بی نیستی خب ما رنچه یه دوین فعالیت هم ما دید خب شی ضعفی باندروش من ترا یک خواسته ای هستیم که ممکنه مرکزگرایی که نشته آنگو ملوتی منتی واسه توییت بجنده گرد چطوری باید بکنی چطوری باید ترنده بکنی ایشی که ما شما بلوچ باید یه چیزا ور ببین فعال ببین در کل آخری گپ منی فقط ایشی اگر ما طرف فعال سیاسی فعال اجتماعی یک شخصی زانه که لوتن فعالیت بکنه در هر زمینه یا اگر ما رو توییتر تو که اکانت نیگرو ما آکارا نکنگیم آدابی که باید بی پس حتما باید توییتر تو که ما شما رو اکانت بی یکی و باید مشمولیتی نامی باید آی بی حالا یکی من پشتا
یک دو دانه دیگر هم هستیم برای روچی که مبادا ببی همچین وعده که طوفان توییتری یا چیزی ببی آی واسه گروه آیا مردم استفاده کنه. حداقل یکی باید ببی که بتونه آیا استفاده بکنه و حتما یه باره که سازماندهی کنک ببین مهم میشیم که ما شما را اکانت ببین فعال ببین گروه توییتر تو که هم یک گروهی جنگ بی نفرات گروهی تو که هور کنک با و آنگو ما شما تونه وتی هماهنگی هم بکنه حتی اگر لازمه هم منگوش لازم هم نیش ما گو وتی اکانت ها مثلا یکی وشی که من نلوتون وتی اکانت گو ما فعالیت بکنه یا نه تو انت گودگه اکانت ها هم آنگو بیه تو فعالیت بکن. منی گپ کلن همشیت و شر که تمام مردم ها گو این تمام بلوچان حداقلی که سوشل میدیا تو که فعاله یک اکانتی ببیت توییتر تو که ما باند روش بتونه وتی برنامه هدفی کاری چیزی که هستین حداقلش این که مبارزاتی که سوشل میدیا تو که بنده آیا بتونه شهری سر سازماندهی بکنه. مهربانی شما منتوار که شما وقتی وقت داد و ایشه بگین دیوان بهروزو. سلامت بید. مهربانی وجه سعید تی گپان وجه ملک زیندینی تی دست برزه یک دقیقه یا کمتر چند ثانیه. یه دقیقه من 30 ثانیه گشته باید نگیرم و ببخشید که من بلکه آرتیم ادانه بتونم وجه سعید هم توضیح داده من اگه بیتکن وجه سعید چی که بلکه من ادانه بتونم که موبایلی باید که یا مثلا ما یا کامپیوتری یه چیزی که حکی ما چونه که بزانه که حک بیتا من جوستم میشن. سلامت. مهربانی سعید. البته بچه مهمترین چیز ایشی این که تا اگر بلوت وقتی موبایلی حک برگ و ایشان بچاره یا ایشی که تو مطمئن نه که آیا اصلا تا این موبایل حک بوده یا نبوده یک رنده کلن وقتی موبایل فکتوری ریست بکنه اما ریست کارخانه‌ای بکنه کامل هر نرم افزاری که آیی سرا هسته پاک کنک ببن و دومشی که مموری اگر سره هست مموری جدایی آیی هم کامل فرمت بکنه و ایشه پدا چه اولا نرم افزارا نصب بکنه و چیزان چیه بکنه و دوم ایشی که همه وقتی یک حالتی هستن که تایی گوشی مثلا گشتر چه حالتی که هست اینترنت مثلا تو وقتی که استفاده نکنه تو این استفاده برگی یعنی اپلود بیگا بچه که کسی که لوتی اطلاعات بزرگی تو چی بکن بعد یه جای دیم بدم مثلا گندی اپلود کن تو بعد یه چیز اصلا بچاره آیا وقتی تو استفاده نکنه این چیز تو اپلود نکنه آیا تو گوشی گشتر چه حالت اپلود کنه یا نه بعد که یه حالت ببینید خب آدی تو بعد بچاره چی اپلود کنه کجا نرم افزاری اپلود کنه و یه چیزا سک مهمه یه حالته ولی خب ساده ترین حالتشه اگر یکی هنو هم لوتی تو مطمئنه و تو گوشه کامل فرمت بکن و هر نرم افزاری که تو که هستیم پاک بکن و فقط نرم افزاران چه پلی استورانی که رسمی هستند چه گوگل چه اپل و چه مایکروسافت چه آنگو دانلود بکن تو نرم افزاران چه اینگو آنگو مردم دانلود مکن تو خاص ایرانی نرم افزاران چه داخل یا خارج فارسی هم زیاد مردم آوازی نه فارسی نرم افزار به هیچ عنوان تو گوشی سر نصب مکنی نرم افزاران که مثلا نویسک بودتگن تو چی بودتگن آیا استفاده مکنی چون آینی سرور و چه چیزان که استفاده برگه مردم نزان مثلا با چه تفکر و با چه ایده نویسک بودتگن آیا راحت تو ننتین مشمه اطلاعاتان بزرگن تو ببرم مثلا یه مردمی یاد گوشتی من یک چیزی تغییر داد تا شرطیر کار کنته مثلا دیسته لاتی مردم هنچو گوشانتند که من مثلا یه آپی دستکاری بتا بهتر کار کن بزانه کشی هم ممکنه یا پشت سر یه چی هستن چون شانی عوض کنک ضرورتی نیست من فکر نکنم مثلا یه فردی به تو ته کار بهتری چه یا شرکتی مزنی انجام ده یا که دیگه تلفن هم گرم بیتند یعنی مردم بعدی که تو تلفن استفاده نکنه یه تلفن چند اندازه گشته گرم بوده بزن یه اتفاقی کپگی حالا ممکنه دولت ایران بی ممکنه دیگه مردمی هم بیتن یه وادی هم مردم باید به تلفن ها به اصطلاح مادر سیده گشتی فرماتی بکنن یا به اصطلاح اینترنتی بند بکنن و
ریپل ریسیتی بکنه به شکلی یعنی بعد تلفن بس استفاده کنه تار گرمین 100% دون اتفاقی کپته بوده دقیقا زمان که اطلاعات آپلود بگه گشتر نیازی هستن که انرژی مصرف بکن باتری مصرف بکن و گرم بی یعنی اطلاعات دیگه جای دیم داگ بی یه چیز هستی اوکی مهربانی وجه ملاحظه‌ای کوتاه ملاحظه‌ای بند کنید وای خیر من تشکر کنم چه بانک واجهان که می دیوان آخری عرض ایشن که وجه همه دیوانی جاره که شما جنید دیوانی جاره باز کس ما را جست کن که این منظور چیه یعنی بری سنگین نویسه من بلوچی که هر کسش نفهمید فارسی نوشته باشه فارسی جهلا نوشته ما دیم دقیقی یا همه معادل فارسی یا انگلیسی هم بنویسید یا همه بلوچی تقریبا عنوانان سبکترین بکنید مثلا واجه شهسواریگان باز مردم نفهمید واجه بلیدهیگان هم حتی لحظه نفهمید که موضوع چیه واجه چیه گوشی به همین خاطر ما فارسی اضافه کوتا یعنی نسخه فارسی نسخه بلوچی ملاحظه‌ای اول راستین شما باید ساده تر بنویسین چی سک مهمه مهربانی وجه سلام باشه مردمانی نویسگین باید ساده تر ما اگه جای لازم بی فارسی کلمه یک میشو مردمی راحت تر فهمن کارمرز بکنیم بهترین تا کم کم عادی کلمه یا یک کمر جاش گل بداتین بل خوب دیگه ما شما اتتایی و آیا اصلا تا پدوی تصمیم گرفتید بل خوب ما واجه ملاحظه‌ای تو نکته اعتراض هم بکنیم ماش فهمیم بل اهمیت دیگران جست نه منظور دیگران هم دیگه من تو خوب هر حال سرکاری هگو بلوچی هر روز گو هر دو روشان نوشتاریان بل درو مردم سرکار نیست دیگران هاج البته دیمی هفته به مهمان دیگران نویسک باگین با دادگران فکر هم بکنن چهار کوشش کنه البته حتما سلامت دیمی هفته مهمان هم بانو کارینا جهانیه که در رابطه با زبان بلوچی و همه رهبند احتمالاً گپ تران کرده بعد دیم تری هفته هم وجه دکتر عظیم شیرانی مهمانن که آیا هم من امیدوارم دیگه سیمی هفته سی جان هم که توییتر اسلاید هم تیار کتگند سیمی هفته اگه من مهمان مشخص نکرد البته هم بحث ادامه بدیم خوبه هم همین بحث اگه بتونه به صلاح چی بکنتی خوبه من خیلی چه استقبالی خوبه البته آیا منی برنامه شد که به صورت ویدیو یادش بکنن و سنگتن دست هر دفعه وقت سلازانه آیا دیگه کلا شنگی بکنن هر جا که دلش لوتی بچی بازی مردمی بلکه اصلا نه بلکه خوب رنده پدت باید بیا سوالا جواب بده مردمان دیگه باید یک شنگی تو 2 هفته رم مشکلی نه آدم حتما مشکل نه خیر تو مردم حتما سوال بیتین و بیا جواب بده دیگه سلامت مشکل مهربانی البته امنیت اینترنت و 2 مرحله کنه اکانت سک مهمه یه بخش من تشکر کنم چه بانو که واجهانی که دیوان یعتقام بحر زورته امیدوارم که دیمی هفتهان هم بیان تو بحر بزورن تو گپ ترانه گوش بدارن شما شب و روش وشمات